خب اگر صدا باشد، صدا و عکس از دوستان خواهش میکنیم بنویسند و شروع کنیم. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک صحبت نوبتی خود را امروز آغاز میکنیم و موضوع صحبت ما هم جشن استقلالیت در سایه کرونا ویروس است و اینچنین بعد از صحبت چند پیشنهادهای به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم عزیز خواهیم داشت. چرا این موضوع را از نو انتخاب کردم و اگرچه سال گذشته یا بیشتر از یک سال می شود که یک صحبت در موضوع کرونا ویروس داشتم و بحث‌های زیادی هم در این موضوع داشتیم و مقامات تاجیکستان ما را متهم به آن کردند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. این مخالفین از پیمان ملی تاجیکستان و دیگر گروه هستند که موضوع را داغ میکنن و تهمت میکنن، اما بعدا خودشون اعتراف کردن و خب دیگر شما هم حتما شاهد هستید که در مسئله کرونا ویروس در تاجیکستان چی گذشت و الان هم چی گذشته ایستاده است. وضعیت کشور در رابطه با کرونا ویروس به هر یک شما معلوم است و بعضی از دوستان وقتی که پیشنهاد کردن که وقتی آن رسیده است در این موضوع صحبت کنم، زیرا وضعیت خیلی نگران کننده است. من یک کمی دو دله بودم برای آن که گفتم که چون اولش که ما متخصص نیستیم و دومی که هر باری که ما در این موضوع صحبت میکنیم نه تنها حکومت بلکه برخی از کسانی که همیشه عادت کردن اپوزیسیا رو بخصوص پیمان ملی تاجیکستان رو انتقاد کنن، میگن که شما باز دارید از این مصیبت ملت سوء استفاده میکنید و به نفع خودتان و همیشه همچون اپوزیسیا صحبت میکنید بدون آنکه یگان پیشنهاد یا یگان فکری تازه به حکومت به مردم پیشنهاد کرده باشید. بعد بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که نوابسته از آن که ما بگوییم نگیم، آنهایی که ما را انتقاد میکنن انتقاد خواهند کرد، تنقید خواهند کرد، اما بهترش ما موقع سیاسی خودمون را در این باره معین کنیم و از دیدگاه سیاسی، نه از دیدگاه کسبی تیبی، بلکه همچنین سیاستمدار و حرکت سیاسی موقع خود را بار دیگر معین کنیم و پیشنهادایی که میکنیم پیشنهادهای صرف سیاسی خواهند بود نه تخصصی، زیرا ما باور داریم، مطمئنیم که طبیبان حاذق تاجیکستان مسئولیت خود را از ما بهتر میدانند و دانش آنها بیشتر است و هیچ نیاز به مشورت دادن به طبیبان نیست، بلکه ما مشورت خود را، نگاه‌های خود را به سیاستمداران تاجیکستان، به خصوص به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و کسانی که تصمیم سیاسی میگیرند در موضوع کرونا ویروس. خب همدیاران عزیز، وضعیت به خودتان کاملا روشن است. اگر شما به شبکه‌های اجتماعی، به رسانه‌ها سر بزنید، وضعیت را خوب دیگر درک میکنید که در تاجیکستان چی وضعیت است. از یک طرف حکومت با تمام مسئولین آمادگی خود را به جشن استقلال دیده ایستادند و مردم هم، ملت تاجیک هم برای این جشن آماده شده ایستادند، اما حکومت جمهوری تاجیکستان با تمام قدرت و نیرویش نه اینکه به جشن آمادگی می‌بیند بلکه به برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی آمادگی دیده ایستاده است. من خواهش میکنم اینجا دو مسئله رو از هم جدا کنیم. یکی خود جشن است، یکی آمادگی ملت به جشن است، یکی دیگر برگزاری جشن و گذراندن یا جشن گرفتن خود این 30 سالگی استقلالیت است. یک مسئله دیگر برگزار کردن چاره‌بینی‌های عمومی هست. هیچ کس نه در داخل نه در خارج مخالف جشن استقلالیت ملی ما نیست و نخواهد بود و اگر هر کسی مخالف این جشن است پس معنی آن را دارد که مخالف استقلالیت است. اما کسانی که صدا بلند میکنند و این چاره‌بینی‌های عمومی را انتقاد میکنند نه به خاطر اون جشن است بلکه به خاطر برگزار کردن چاره‌بینی‌های عمومی هست که با شرکت هزاران نفر برگزار می شود و امروزها هم هزاران نفر، بعضی ها میگن از 15 تا 20 هزار دانشجو در ورزشگاه هر روز مشرف میکنند و جمعشوی این مقدار آدمان در یک مکان باعث پنج شدن کرونا ویروس در سراسر کشور گشته است که تاجیکستان امروز، من حالا با آمار رسمی کاری ندارم چون
طبیعی است که حکومت جمهوری تاجیکستان آمار حقیقی را به مردم هیچگاه نگفته بود در مسئله کرونا ویروس و نخواهد گفت. من به خبرهایی که به ما میرسد با اون بیشتر باور دارم و به رسانه‌های مستقل، به کسانی که درباره این مرگ و میرها و درباره وضعیت مردم، وضعیت بیمارستان‌ها در شبکه‌ها، در رسانه‌ها می‌نویسند، من بیشتر به این باور دارم. من باور دارم به اون وضعیت مثلا خانواده‌هایی که یک بار چندین نفر را از دست دادن، مثل خانواده شاعر ملی تاجیکستان سید علی معمور، مثل فرزند گلنظر کلدی، مثل خانواده اون خودشان طبیب بودن از خانواده منصوروفا و ده ها خانواده های سرشناس ملت الیت تاجیکستان دارد از بین می رود. سفربگ صالح در سن 60 سالگی و بعدا کسانی که از دنیا رفته ایستادند، مثل اون موج اولی کرونا ویروس که بیشتر کلان سالها مبتلا آن می شدند و می فوتیدند، این نوع دلتا کرونا ویروس بیشتر جوانها را سیرایت کرده ایستاده است و مرگ و میر هم متاسفانه بیشتر در بین کسانی هست که سن و سال بین 30 40 و تا 50 و 60 دارند. از یک طرف این وضعیت را داریم که کرونا ویروس با تمام قدرتش متاسفانه جولان کرده ایستاده است و تر و خشک را، جوان و پیر را به هم از بین برده ایستاده است. از طرف دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان با همون یک روی و سرکشی که دارد باز هم مارشافکار را ادامه داده ایستاده است و هزاران نفر را در یک جا جمع میکند، برخلاف تمام معیارهای طبی و دولتداری. این نکته هم دوستان عزیز خیلی مهم است. همین ماه سپتامبر آینده 15 کشور سابق شوروی جشن استقلالیت دارند. حالا 3 کشور پریبالتیکا شاید یک کمی زودتر به استقلالیت رسیدن، اما باقی مانده کشورهای سابق شوروی مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، حتی خود روسیه و این کشورها مثل ما پس یکدیگر ماه اوگوست، ماه سپتامبر به استقلالیت رسیدند. با آنها هم طبیعی است که جشن دارند و این سنه برای ملت‌های دیگر هم ارزشمند هست. سوال این است که آیا در کشورهای دیگر هم این چاره‌بینی‌های عاموی به همین شکل می‌گذرد که در تاجیکستان گذشته ایستاده است، یا آنها این جشن‌ها را با نظرداشت کرونا ویروس و این وضعیت بحرانی یک کمی خاکسارانه‌تر در شرایط دیگر با شکل دیگر که به مردم سرایت نکند، به مردم، به جان مردم، سلامتی مردم تأثیر منفی نرساند، به اون شکل می‌گذرانند. شما فکر نکنید که استقلالیت فقط برای ما تاجیکان یا تاجیکستانیان عزیز هست. برای ازبکستانی‌ها هم، برای قزاق و قرغیز و روس و دیگران هم مثل ما کشور خود را دوست می‌دارند، استقلالیت خود را دوست می‌دارند. اما چرا در تمام دنیا مسئولین دولتی در شرایط کرونا ویروس از برگزار کردن چاره‌بینی‌های عاموی دست کشیدن؟ فقط در تاجیکستان ما حکومت باز هم سرسختانه جان هزارها نفر را در خطر گذاشته، این آمادگیش رو به این شکل ادامه داده ایستاده است. در دیگر کشورها وقتی که این گونه جشن‌ها می‌شود، این گونه مراسم‌ها می‌شود، اونها را در شرایط خانه با برگزار کردن چاره‌بینی‌ها در یک شرایط کرانتین با محدود کردن افراد شرکت کننده برگزار بکنند. ژاپن همین شب و روزها در ژاپن المپیاد برگزار شده ایستاده است و المپیاد مهمترین چاره‌بینی ورزشی در سطح جهانی است و اصلا ورزش بدون تماشابین قریب که معنی ندارد، اما به خاطر سلامتی مردم، به خاطر سلامتی خود ورزشکاران و تماشابینان، مقامات ژاپن و کمیته جهانی المپیک به این نتیجه رسیدند که در اکثر چاره‌بینی‌های ورزشی تماشابینان شرکت نکنند. و چرا؟ به خاطر آنکه این باعث پنشوی ویروس می‌گردد و جان ورزشگران، جان انسان‌ها بالاترین ارزش را دارد در هر کشور، در هر ملت. مگر جان تاجیک ارزشش
از جان ژاپنی و حالا هر کسی که در اون چاره‌بینی شرکت میکند ارزشش کمتر است یا خونی ما فرق میکند؟ خونی ما رنگی سرخ ندارد، کبود و سبز و زرد هست. چرا در تمام دنیا حکومت ها تلاش میکنند که اگر توانند جان یک نفر رو هم نجات بدهند، تمام چاره ها رو میبینند در حکومت تاجیکستان، در کشور ما حکومت اصلا گویا که جان شهروندان هیچ ارزش نداشته باشد و هزارها نفر را در ریسک قرار میدهند. و متاسفانه انا همین ببندوباری به مسئولیتی حکومت در پیش هیچ کس جوابگر نبودن و هیچ گپی هیچ کس گوش نکردن، نسبت ملت و مردم خود به احترامی کردن و جان و حیات و سلامتی شهروند را به ارزش دانستن باعث آن گشته است که امروز موج کرونا ویروس در تاجیکستان اگر بگویم که از روی کشتار و نابود کردن یکی از بالاترین در جهان هست اشتباه نمی شود. پس چرا برای چی باید در تاجیکستان محض این باشد و کی برای این مسئله جواب میگیرد؟ پرزیدنت، سروزیر، رئیس پارلمان، هر دو پالاتای پارلمانی، وزیر تندرستی یا کی جواب میگیرد؟ اگر وزیر تندرستی جواب بگیرد فقط باید در نزد خانواده خود امام علی رحمان جواب بگیرد و در نزد جیانهایش وقتی که خدا رحمت کند خواهر پرزیدنت تاجیکستان از دنیا درگذشت و واقعا تأسف بار هست و من تسلیت خود را به خانواده بیان میکنم و این چنین تسلیت خود را به خانواده تمام کسانی که در نتیجه این کرونا ویروس از بین رفتند، چون حکومت جمهوری تاجیکستان فقط به پرزیدنت تسلیت بیان کرد برای درگذشت مادرش، اما به یگان خانواده تاجیک که فرزندان خود را، پدر خود را، مادر خود را از دست دادن تا به حال هیچ مقام دولتی تعزیت بیان نکرد. برای چی؟ مگر فرقی هست بین شهروندان جمهوری تاجیکستان؟ من تسلیت خود را و تعزیت خود را به همه شهروندان بیان میکنم، از آن جمله به خانواده پرزیدنت امام علی رحمان. اما سوال این است که فقط جان خواهر پرزیدنت عزیز است که وزیر تندرستی باید جواب بگیرد، لطو کوب شود، نه تنها وزیر تندرستی بلکه مدیر شفاخانه حکومتی که در آنجا اون رحمتی توابت میافته است. و خش و تبار سید علی معمور، گلنظر کلدی، سفربک صالح و اون پروکورورها، اون کارمندان وزارت فرهنگ و شهروندان عادی باید از گریبان کی بگیرن؟ کی را لطو کوب کنن؟ برای چی جیانهای پرزیدنت امام علی رحمان وزیر تندرستی را لطو کوب کند؟ وزیر تندرستی از دستش چی می آمد وقتی که تقای خودشان یا عمکشان پرزیدنت امام علی رحمان اجازه داد که این چاره‌بینی ها برگزار شود، مردم جمع شوند؟ مگر نمی توانست با دستور پرزیدنتی کرانتین جاری کند؟ مگر نمی توانست مارشروف را منع کند؟ اما از دست وزیر چی میاد؟ وزیر همون طوری که هزارها مبتلا شدگان کرونا ویروس در تاجیکستان رو تبابت میکرد، همون طور با همون متد مادر شما رو تبابت کرد و همون طوری که دیگران رو نجات داده نتوانست، مادر شما رو هم نتوانست نجات داده. وقتی که یک طبیب خارجی گفته است که اون متدی که از روی اون مادر شما رو یا خواهر پرزیدنت رو تبابت کردن متدی غلط بوده است، باید اون رو عوض کرد و فرزندانش به خشم و غضب آمدند و وزیر و دیگر طبیبان را لطو کوب کردند. چرا وقتی که با همون متد همین وزیر و همین طبیبان هزارها شهروند دیگر را تبابت کردند، اینقدر کشته ها را داشتیم، یک نفر صدا بلند نکرد؟ برای چی؟ وقتی که ما میگفتیم که در سیستم تندرستی تاجیکستان مشکلی هست و اصلا تصمیم سیاسی است، بالاتر از وزیر تندرستی است، کسی با آن توجه نمیکرد، بلکه میگفتن که نه شما تهمت میکنید، دروغ میگید و در تاجیکستان هیچ چیز نیست. اما وقتی که متاسفانه، باز هم میگم با کمال تاسف، وقتی که دامن خود افرادی رو میگیرد که قرار سیاسی در دست آنهاست، جان و سلامتی هزارها و شاید میلیون ها شهروند تاجیکستان در دست آنهاست،
بعد اونها با خود می آیند که خب مسئله در کجا بوده است. باز هم علامشون را از کسانی میگیرند که اطاعت کننده از خودشون هست، از تقوای خودشون هست و واقعا این یک فاجعه هست، یک مصیبت هست. مصیبت تمام سیستم دولتداری تاجیکستان است. اولش اینکه یک جنایت صادر شد. حالا اگر وزیر تندرستی جنایتکار بود شما جزا دادید، پس اون جنایت رو نسبت همه مردم تاجیکستان کرده است. این متد غلط رو نسبت همه استفاده برد. اما شما چه حق دارید که خودتون به تنهایی میایید یک جنایت دیگر صادر میکنید و وزیر تندرستی و ده ها نفر طبیبی دیگر رو طبق خبرها لط و کوب میکنید؟ خب بهتر این نیست که بیاید به یک خلاصه بیاید که ما با کجا رفته ایستادیم، ملت رو با کجا برده ایستادیم. خب قرار سیاسی در دست پرزیدنت امامعلی رحمان است و اون برگزار کرده این چاره‌بینی ها رو. یک سال شد برگزار کرده ایستاده است. مردم در مارشروفکا و در پایکوبی و رقص و جمعشوی ها. اصلا اگر آمار را درست بسنجیم، خبرهایی که با ما میرسد بیمارستان ها لکه پر شدن، مردم در خانه ها توبت گرفته ایستادن و اون دستگاه های نفسگیری صنعی نمیرسد به همه. پس معلوم شود که وضعیت ده ها و شاید صدها مراتب بدتر از آن است که امروز رسانه های خبری آن را پخش میکنند. همین است که ما میگوییم که باید اینجا یک تصمیم جدی و تصمیم سیاسی گرفت. با این گناهکار کردن وزیر مسئله حل نمی شود. اگر مسئله حل می شد وزیر قبلی را عوض کردن، همه عیب را به گردن اون بیچاره زدن یا همون گناهکار باشد. خب وزیر تندرستی جدید آمد، آدم خودتان از منطقه خودتان، و حالا از دست این چیکار آمد و اتفاقا بیشترین تلفات هم در زمان وزیری این کس رخ داد. پس معلوم می شود که نه عیب اون وزیر بوده است، نه عیب این وزیر، نه عیب اون سر دکتر و اون طبیبانی که شما لط و کوبشون میکنید. با وجود آن که در خط اول مبارزه با کرونا ویروس قرار دارند. چقدر دکترها رو ما از دست دادیم، چقدر همشیرای شفقت رو از دست دادیم. این بیچاره ها با تمام اون امکانات کمی که حکومت در اختیارشون میگذارد، با اون معاش کمی که در اختیارشون هست، با جانشان، با سلامتیشون ریسک میکنن، در خط اول فرانت یا مبارزه با کرونا ویروس قرار دارن. اما وقتی که یک نفر از خانواده پرزیدنت خب وفات کرد، دیگر باید تمام کارمندای ساحه تندرستی باید جزا ببینن، لط و کوب شوند. این واقعا هم عمق مصیبت و فاجعه دولتداری ملی ما را نشان میدهد و جنایت پس جنایت و شخص جنایتکار معلوم است که کی است. حالا ملت باید دیگر مشاهده کنند، نظارت کنند. ما و شما باید شاهد باشیم که آیا همین جیانهای پرزیدنت برای لط و کوب وزیر و چندین دکتر طبیب با جوابگری جنایتی کشیده میشوند یا نه؟ آیا پرزیدنت همچون رئیس حکومت اعضای حکومت را از اوباشان، از جنایتکاران حمایت کرده میتواند یا نه؟ چون پرزیدنت طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کفیل آزادی، امنیت و سلامتی و حقوق همه شهروندان تاجیکستان است. وزیر هم شهروند تاجیکستان است. حالا من کاری ندارم با اشتباهات او، با جنایت‌های او، حالا این مسئله دیگر است. ولی دادگاه هنوز وزیر تندرستی تاجیکستان را گناهکار یا جنایتکار اعلان نکرده است. اگر جنایتکار هم اعلان میکرد، حق ندارد یعنی پرزیدنت او را جزا بدهد. او را باید قانون جزا بدهد. حالا به این جنبه حقوقی مسئله من کار ندارم. من این را گفتنم که آیا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون کفیل آزادی، حقوق و امنیت شهروندان میتواند مسئولیت خود را اجرا کند در این حالت الهیده کنکریتی؟ اعضای حکومت خودش را، کارمند خودش را از دست خانوادهش حمایت کرده میتواند؟ اینجا دیگر جنایتکار خانواده خودش. حالا من حتی با جنایت‌های خودش کار ندارم در همین مسئله کنکریتی. حالا آنکه محض با سیاست‌های جنایتکارانه خودش مردم به این وضعیت گرفتار شدن، طبیبان به این وضعیت گرفتار شدن، مسئله دیگر است. یک شهروند جمهوری تاجیکستان عضو خانواده امامعلی رحمانوف وزیر حکومت جمهوری تاجیکستان را لط و کوب کرده است. حالا بیاد سیستم دادگاهی
پروکراتور جمهوری تاجیکستان، امنیت جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حرف خود را بزنند، به جوابگری بکشند و ملت شاهدی میدهد که آیا این کار شد یا نه. حالا من احتمال زیاد میدهم که باز ورسی ها پیدا میشود که اولش که این دروغ بود، این طور نشده است، بعدا باز هم خود دختران را شاید گناهکار کنند، با یگان روایت دیگر از این قضیه هم میخواهند بگذرند. اما تا کی این نظام، این سیستم با جان ملت، با تندرستی ملت بازی میکند، با امنیت ملت تندرست بازی میکند و حتی وزیر حکومت جمهوری تاجیکستان در امنیت قرار ندارد از دست همین خانواده. چه رسد به ملت، چه رسد به آدمان عادی. خب ما که الان شکایت میکنیم، مردم میگفتند که خب این پرابلم نهضت اسلامی تاجیکستان است، ما مشکلی نداریم، ما از دست این خانواده اذیت نشدیم و همه جا تنج آرامی است. اما وقتی که از گریبان خودتون گرفت، همون طوری که کرونا ویروس از گریبان همه گرفته ایستاده است، شاه و وزیر و کمبغل، دیندار بدین، اعضای نهضت، اعضای حزب خلق دموکراتی، این مصیبت رنگ و پوست و دین و سن و سال را نمیشناسد. همون طوری که مصیبت ملی و این تهدید به امنیت ملت و مردم کسی رو نمیشناسد. دیروز گریبان ما را میگرفت، شما میگفتید که اپوزیسیون تهمت میکند، خب پس امروز معلوم شد که ما تهمت نمیکردیم. همون طوری که ما را لط و کوب کردن، کشتن، زندانی کردن، امروز همون افراد گریبان وزیر رو میگیرن، گریبان کارمند دولتی رو میگیرن. پس معلوم میشود که مصیبت ملی هست، مصیبت تنها یک گروه و یک حزب، یک منطقه نیست. اما وقتی که ما میگوییم، ما را متهم به آن میکنن که شما تهمت کرده ایستادید و در حق پرزیدنت، در حق خانواده، در حق دیگران. حالا این بسیار سیگنال قوی به طبیبان، به کسانی که واقعا هم سلامتی مردم در دستشون است. آیا وقتی آن نرسیده است که شما بیاید مسئولیت خود را همچون طبیب انجام بدهید؟ من باور دارم، من میدونم که خب بعضی حتی از خدا هم بترسن، باز از پرزیدنت بیشتر میترسن، از مردم که دیگر واقعا نمیترسد هیچ کس در تاجیکستان، نه پرزیدنت نه وزیر، اصلا خود را در نزد مردم و ملت قرضدار نمیدانند. اما شما که قسمی هیپوکرات خوردید در نزد وجدانتون، چه مشکلی دارد بیاید بگویید، اعتراف کنید که در تاجیکستان کرونا ویروس با همون وریانت دلتاش که قاتلتر از همه دیگر وریانت ها است وجود دارد، وسیع است. مردم را دعوت کنید که احتیاط کنند و از همه مهمش طلب کنید، وظیفه جانی شما است، طلب کنید که کرانتین اعلام کنند. شما پیشنهاد کنید، شاید که پرزیدنت امامعلی رحمانوف پیشنهاد شما را قبول نکند، اشکال ندارد. خب مسئولیتش به دوش پرزیدنت امامعلی رحمان میغلطد، اما شما مسئولیتی خودتان را انجام بدهید. اجازه ندید که شما را در آخر کار متهم کنند، شما را جنایتکار اعلام کنند. خب یک وزیر را عوض میکنند، دکتر را عوض میکنند، لط و کوب میکنند و خودشون موسیقی بیگناه. شما که در دشوارترین حالت قرار دارید، باز هم لط و کوب میخورید و هم از طرف ملت امروز و فردا جواب خواهید گفت. برای چی؟ برای آنکه مسئولیت خود را انجام ندادید، از بانگ خطر نزدید، از امامعلی رحمان پرزیدنت طلب نکردید که کرانتین اعلام کند. وقتی آن رسیده است، دیگر همین لط و کوب وزیرتون و سردخترها خودش دیگر یک سیگنال است که طبیبان با وجدان، که من مطمئنم اکثریت شما همین طور هستید، بیاید بانگ خطر بزنید. برای چی؟ وزارت تندرستی وجود وریانت دلتا کرونا ویروس در تاجیکستان را بعد از آن که یکی از طبیبان با وجدان در صفحه شخصیش در فیسبوک می نویسد، رسانه ها آن را نشر میکنند و اعتراف میکند که در تاجیکستان کرونا ویروس هست، موج سیومش با این صفت ها و با این خاراکتریستیک کشنده. بعد معاون وزیر تندرستی بعد از یک طبیب با وجدان میآید در نشست مطبوعاتی اعتراف میکند که و میگه احتمال دارد که در تاجیکستان کرونا ویروس با این وریانت دلتاش وجود داشته باشد. هنوز هم این وزیر، معاون وزیر، حتی بعد از آن که وزیرش لط و کوب شده است، جاغش رو شکستند،
به این مصیبت کسبی گرفتار شده است، باز هم از ترس پرزیدنت امام علی رحمانو فقط احتمال میدهد که در تاجیکستان هست. خب تا کی منتظر میمونید شما محترم طبیبان؟ خب حالا من طبیبان عادی رو در نظر ندارم، وزارت تندرستی، اونهایی که باید این وضعیت رو به ملت شرح بدین. چرا باید مدیر بیمارستان ابن سینا با احساس مسئولیت کسبیش بیاید به جای شما صحبت کند؟ خوب هم هست که در کشور ما این گونه طبیبان هستند و مردم رو آگاه میکنند. عبدالله دولتوف از مسکو بیاد آگاه کند، یا یک طبیب دیگر که سابق عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در مسکو بود الان در زندان از فعالیت او فقط آگاه کردن مردم از خطر کرونا ویروس بود. میرزاقول حاجی معطوف خداوند آزادش کند. خب چرا فقط مسئولیت اینها باشد؟ حالا من میدونم که مسئولیت اول در دست تصمیم گیرنده های سیاسی است، رهبری حکومت است امام علی رحمان. اما سوال من این است که ما تا کی باید منتظر باشیم و چند تاجیکستانی باید بمیرد که تا اینکه ما و شما بعد هوشیار شویم امام علی رحمان به این قرار برسد که باید کرانتین اعلان کند؟ وزیر تندرستی باید تا کی منتظر شود که 1000 تاجیک بمیرد؟ من مطمئنم که از 1000 تاجیک بیشتر مرد. حالا اینها همگی یک آماری 100 نفر میدین، این کاملا دروغ است. وقتی که خانواده ها کاملا از بین رفته ایستادن، شما فقط شبکه‌های اجتماعی رو حساب کنید، رسانه‌ها رو حساب کنید، الکی آمار فوتیدگان از کرونا ویروس از 1000 فقط در همون موج اول گذشته بود. حالا با این موج دومش یعنی چند درصد تاجیکان باید بمیرن که بعد شما به خود بیایید؟ من میترسم از آن که اگر نصف تاجیکستان هم گرفتار کرونا ویروس شود، صدها هزارها تاجیکستانی هم بمیرد، امام علی رحمان از این برنامهش که میخواد این یک جشنواره حالا برای خودش، برای رقص و بازی خودش برگزار کنه در استادیون ها، در کوچه ها، از این دست نخواهد کشید. برای چی؟ برای آنکه او رهبر نیست متاسفانه که طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در فکر آزادی، حقوق، امنیت و سلامتی ملت و دولت باشد. برای اون مهمتر این است که مردم او را همچون یک پیشواز بگیرن، کفکوبی کنن، رقص و بازی شود و او همون به اصطلاح معذرت میخوام کیف خود را از تماشای این مردم قرصک زن و رقص کننده در دمی مرگ از این طرف رقص کرده ایستادن، از این طرف خطر مرگ با آنها تهدید دارد، باید این حلاوت خودش رو ببرد. واقعا یک مصیبت است و این باید یک روز خاتمه داده شود. اما کی این خاتمه می‌یابد این دیگر وابسته به خود ملت است. اگر ملت همین خیلی صبر کند، مردم طاقت کنند، رسانه‌ها همین خیلی با احتیاط رفتار کنند و وقتی که اپوزیسیا گپ میزند ما را متهم به آن کنند که ما دشمن ملت و مردم هستیم و هنگامه میکنیم، پس این سیاست ادامه خواهد یافت. خب من در اول صحبت گفتم که چند پیشنهاد دارم به حکومت و بعدا یک پیشنهادم به خود مردم دارم. پیشنهاد من این است که این جشنواره باید برگزار شود، اما این جشن باید جشن مردمی باشد. شما حکومت جمهوری تاجیکستان نگوید که این رو من همچون رهبری پیمان گفته ایستادم. گاه پیشنهادهای ما با فایده شما هم هست. بیاید این جشنواره رو جشنواره مردمی باقی بمانیم. مردم خودشون در خانه‌هاشون حتما این رو جشن خواهند گرفت، اما شما از برگزاری این چاره‌بینی‌های عاموی کشنده برای ملت دست بکشید. من خواهش میکنم، پیشنهاد میکنم. آبروی شما کم نمیشود. یگان مثل دیگر کشورها که جشن استقلالیت دارن، یگان جای حکومت کم نمیشود، آبروی پرزیدنت هم کم نمیشود. برعکس مردم میآیند خوب استقبال خواهند کرد که پرزیدنتشون در فکری سلامتی و جان ملت بوده است، جان مردم هست. مردم رو بفهمونید که خب با همین شرایط ما طلب میکنیم، دعوت میکنیم و که مردم در خانه ها باقی بمونن، جشن بگیرن، تلویزیون همه دارن. خب در این ارزش های ملی، این ماهیت استقلالیت از طریق تلویزیون با مردم شرح داده شود و حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌بینی‌های عاموی را در این مدت کرونا ویروس لغو کند
و هر چه زودتر پیشنهاد دوم این است که هر چه زودتر این مارشروفگاه قطع کرده شود و کرانتین در همین هفته آینده با قرار خود پرزیدنت یا ستاد جمهوریوی که سروزیر رهبرش است این کرانتین اعلام کرده شود و جان و سلامتی مردم را ما حفظ کنیم. مطمئنم، باور دارم که هم اهالی هم عقلهای سالم در خود حکومت این پیشنهاد را جدی قبول خواهند کرد، جدی بررسی خواهند کرد و من منتظر بودم که این پیشنهاد از طرف دیگر نیروها، از طرف دیگر شخصیت‌ها شود تا اینکه حکومت مثل همیشه هر چیزی که از طرف ما پیشنهاد می شود اون را نه با عقل سالم بلکه با نیزه و شمشیر پیشواز میگیرد، باز تکرار نشود. اما تا امروز دیدیم که این پیشنهاد از طرف یگان سازمان جدی صدا نداد، بلکه مردم خودش طلب کرده ایستاده است. در مصاحبه من دیدم با رادیو آزادی مردم طرفداران جاری کردن کرانتین کم نیستند و بعضی از مردم که اونها مخالف هستند حالا چرا انتظار ما نمیدونیم، منتظرن که این وبا دامن آنها را هم بگیرد، گریبان خشتبار خودشان را بگیرند. به نظر من مثل که در تمام کشورهای دیگر در همین گونه حالت کرانتین جاری کردن، در تاجیکستان باید کرانتین جاری کرده شود و امیدوارم که این پیشنهاد به طور جدی بحث و بررسی خواهد شد. اما اگر حکومت جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد را قبول نکند، به همین برنامه خودش ادامه بدهد، مارشروفگاه را برگزار کند و هزارها نفر را باز در کوچه و خیابان‌ها در ورزشگاه‌ها جمع کند، دیگر هیچ جای شکش نیست که از این به بعد جوابگری جان هر یک نفری که از کرونا ویروس میفوتد دیگر مسئولش جوابگرش خود پرزیدنت امام علی رحمان هست، وزیر تندرستی هست، سروزیر هست و تمام اون وکیلان مجلس نمایندگان هستند که وکیل همین کسانی هستند که مردمی هستند که آنها را انتخاب کرده است و مرده ایستاده است. حتی وکیل خودشان، خدا بیامرزد، اون ایدیگول فامیلش از یادم رفت، سابق رئیس کمیته کار با زنهای جمهوری تاجیکستان که خیلی صحبت‌هایش سر و صدا کرده بود و متاسفانه باز همین فوتیدنشون هم باعث بعض حرف‌ها شد، ولی وکیل مجلس نمایندگان بود، همکاری آنها بود، ولی بازم خاموشند و هیچ کس صدا بلند نمی‌کند. مادامی که یک همکار شما گرفتار شده است، کی کفالت می‌دهد که در داخل بینای پارلمان ویروس پهن نشده است؟ پس کی منتظر می‌شود که باید رئیس پارلمان خدای نکرده گرفتار شود یا از بین برود یا یک چند نفر دیگر؟ باید در این مرحله همه مسئولیت خود را انجام بدهد و هیچ کس را نمیپرونند. امام علی رحمان من فکر نکنم که فقط ما را میپروند، اپوزیسیون هستیم، اما شما اعضای حزب خودشان هستید، شما بگید ما وکیل هستیم، وزیر هستیم، باید که فکر مردم را کرد. بنابر همین وقتی آن رسیده است که دیگر نسبت این پیشنهاد و این وضعیت مردم یک تصمیم جدی گرفته شد. پیشنهاد دیگر هم با پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان است، بخصوص با خود پروکرور ژنرالی. یک مرتبه دیگر هم دعوت کرده بودم، شاید برای کرونا ویروس بود یا مسئله دیگر، که بگذار پرونده جنایی باز کنند، نه تنها برای لاتوکوبی وزیر، این دیگر مسئولیت به واسطه‌اش است، اما در تمام دنیا. در ایتالیا پروکرور ژنرالی ایتالیا نسبت رهبر دولت در شب روزهای کرونا ویروس پرونده باز کرد، سنجیدند که آیا رفتارها، سیاست‌ها و تصمیم‌های سروزیر ایتالیا در مبارزه با کرونا ویروس طبق کنستیتوسیا بود، آیا به منفعت مردم و ملت بود یا می توانست یگان تصمیم دیگر بگیرد. پروکرور ژنرالی پرونده باز کرد، سنجیدند که سروزیر ایتالیا تصمیم‌هایش طبق کنستیتوسیا بوده است و پرونده بسته شد. چرا پروکرور ژنرالی تاجیکستان اگر حالا ضد رحمان نمیتواند پرونده باز کند، ضد وزیر تندرستی، ضد دیگر مقاماتی که برگزار کرده ایستادن این چاره‌بینی‌های عمومی را در ورزشگاه‌ها، باید پرونده باز کند، زیرا جان و سلامتی هزارها نفر در خطر هست. من فکر میکنم که پروکرور ژنرالی میتواند در این فرصت یک بار دیگر اثبات کند که هدفش و وظیفه‌اش و مسئولیتش تنها مبارزه با مخالفین نیست، تنها مبارزه با دیگر اندیشان و با رسانه‌ها و با احزاب سیاسی نیست،
بلکه مبارزه با جنایت است، اگرچه این جنایت از طرف خود رهبریت دولت و مسئولین هم صادر شود. خب یک پیشنهاد دیگر به مردم عزیز داشتم و با همین بعد قسمت اول صحبت رو تمام میکنیم و به سوال و جواب میگذاریم. هموطنان گرامی، من خبرها رو خواندم که 1.5 میلیون دوز واکسن وارد تاجیکستان شده است و اونم از نوع خیلی خوبش مدرن و در راه است نزدیک 4 میلیون دوز واکسن و حتی به هم که نرسد این مقدار حداقل به نصف اهالی تاجیکستان میرسد. خبرها بود که روسیه با فرستادن سپوتنیک 5 کمک کرده است. چین مقدار زیادی از واکسن را به وارد تاجیکستان کرده است. من از همه مردم شریف دعوت میکنم که نسبت واکسینه کردن خنک نظری نکنن. البته باز تکرار میکنم، من متخصص این ساحه نیستم. طبیبان دعوت کرده ایستادن اهالی را به طبیبان باور کنید. من شخصا خودم واکسینه کردم. بعد همه اون تحلیل ها و فکرهای زید و نقیض را خواندم، کسانی هم که طرفدار واکسن هستند، کسانی هم که ضد هستند و به این نتیجه رسیدم که بشریت دیگر راه ندارد جز اینکه با واکسینه کردن هم خود و هم جهان را از این بلا نجات بدهد. و حالا همچون یک برادر، همچون یکی از شمایان خواهش میکنم که این حرف متخصصان را گوش کنید و هر چقدر که امکان دارد سریعتر خود را واکسینه کنید و ما به این هم هر کداممان 4-5 تا واکسینش گرفتگیم، از کودکی تا امروز بر ضد توبرکولوز، بر ضد همه گونه کسلی های مثل گلافشان میگفتن در تاجیکستان. این هم یک از همون واکسین ها است. اگر اون واکسین ها ما را نکشت و هیچ ضرری جدی نرسان، انشاءالله که اینش هم نخواهد کرد و حتی اگر ضرری هم داشته باشد کمتر از اون است که ما خود و نزدیکان و ملت و مردم را گرفتاری کرونا ویروس میکنیم. بنابر همین خواهشم است، پیشنهادم به مردم عزیز این است که نسبت واکسیناسیا و واکسینه شدن به تفاوت نباشند و این چنین تمام اون چاره های گیگینی و پیشگیری کننده را که طبیبان و متخصصان پیشنهاد میکنن اون را رعایت کنند و از مردم عزیز خواهش میکنم که دیگر جان و سلامتی خود و نزدیکانتان را به خطر نگذارید و هیچ کس را به جوابگری جنایتی نمیکشند. از اشتراک در مشرف که در این چاره‌بینی های عاموی تا تمام شدن کرونا ویروس در تاجیکستان از شرکت خودداری کنید و اگر مبادا کدام وزیر، رکتور، کدام میلیسیونر رو شما را تهدید کرد، خواهش میکنم این تهدیدها رو به رسانه ها، به شبکه‌های اجتماعی، به حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی برسانید. مطمئن باشید که مبارزین در کمک و در پشتیبانی شما خواهند داد. اینجا من همدیران عزیز صحبت خود را به انجام میرسانم و انشاءالله که باز موضوع را در رفت بحث و صحبت ها و سوال و جواب بیشتر مطرح خواهیم کرد. خب حالا منتظر وارد شدن دوستان میمانیم و اینجا یکی از برادران با نام فرهاد از امریکا سوال داشته است. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر مهدین صدای من هست؟ بله بله صداتون هست، بفرمایید. سوال اول این است که در یکی از سخنرانی‌های شما در سخنرانی‌های خود گفته بودید که عموما حکومت امروزه رحمانوف یعنی همچو اپوزیسیا وارد پایتخت شد و خلاصه قدرت را گرفت. پس اینجا در حکومت ائتلافی چی نقصی بود، چی کمبودی بود که چنین واقع شد؟ این سوال اول است. سلامت باشه برادر فرهاد. یگان سوالتون به موضوع امروزه ربط داشته باشد از اون شروع کنیم، اگر نه خب سوالاتون مطرح کنید انشالله جواب میدیم. خب سوال دومم این است که مثلا اگر که ما ببینیم خود تاجیکستان بسیار وابستگی به یعنی روسیه دارند، اما امروز مخالفین
آیا با روسیه در گفت و شنید هستند که مبادا اگر فردا سر قدرت آمدن یک کنتر ریولوسیون دیگر نشد، چون امروز در تمام دیگر کشورها این یک رواج شده است. سلامت باشید برادر عزیز. خب در مسئله حکومت ائتلافی یا حکومت مراسای ملی که در تاجیکستان در اون وقت در دوشنبه در پایتخت عمل میکرد، حکومت قانونی بود، رسمی بود و از طرف پارلمان اون زمان تایید شده بود، تصدیق شده بود و یک گروه از مسلحان فرانت خلقی که امام علی رحمان هم اون وقت امام علی رحمانوف عضو آن بود، با پشتیبانی خدمات جاسوسی کشورهای دیگر و با سلاح دادن، خود پالکونیک ولادیمیر کوچکوف هم این شب روزا خیلی فعال شده است، در این باره زیاد گفته ایستاده است. نمیدونم با چی هدف که از دست نشان داده خود است یا اون کسی را که به حکومت به کرسی نشان یا ناراحت شدن یا من نمیدونم دلیل هایش رو، و این حرفا را گفته ایستاده است، این شیرها را آشکار کرده ایستاده است. اینها مسلح کردند گروه های اپوزیسیون اون وقت را که فرانت خلقی بود و اونها با سلاح از چند بار به دوشنبه هجوم کردند، پایتخت رو گرفتن نتوانستند، ولی بعداً یک تبادلات دولتی در شهر خوجند در سیسی 16 هم صورت گرفت که اون هم باز زیر فشار با سلاح وقتی که وکیلان را بردن در یک بنا محکم کردند. سفرعلی کنجایف که اون وقت هم وکیل بود و هم یکی از نامزدها به مقام اولی کشور او را بردن حبس کردن. رحمان نبیوف پرزیدنت عمل کننده کشور را مجبور کردن که عریضه استعفایش را بنویسد و امام علی رحمان رئیس شورای عالی و اون وقت مقام اولی کشور شد و در یک، باز تکرار میکنم، در یک سیاسی غیر قانونی که تبادلات دولتی بود او را اعلان کردن و رفت به شهر ترمیز با تانک های کشور همسایه با پولمیات گفتی لوکاشنکو وارد دوشنبه شد. حالا تصور کنید که همین عمل را هر اپوزیسیون دیگر کند که از خارجه سلاح بگیرد و بیاد از یک کشور خارجه وارد پایتخت شود، چند مرتبه به پایتخت کشورش هجوم کند، این را چی نام میگذارند؟ برای مثال حالا اپوزیسیون امروزه تاجیکستان بیاد همین کار را تکرار کند، باز میگن این خائن است و این ضد ملت و دولت خودش سلاح برداشت، از کشور همسایه سلاح گرفت. این حرفا را میگن. دقیقاً همین کار را خود اینها کردن. اما سوال شما این بود که آیا حکومت مراسای ملی یگان کمبودی داشت یا نه؟ بله کمبودی داشت. کی میگه که کمبودی ندارد؟ و در حکومت هم انسان ها نشستن، اونها هم کمبودی دارن، اما باید که کمبودی را با یک جنایت اصلاح کرد. خب حکومت کمبودی دارد، کمبودیش رو ملت خودش از راه انتخابات در انتخابات بعدی اصلاح میکنند. حالا این که یک منطقه رو محاصره کردند و بلاکاد کردند و اینا کردند، اینا خیلیش بافته هست. باز تکرار میکنم حکومت مراسای ملی بعضی اشتباهات جدی کرد، اما اشتباه جدی کردن یک حکومت نباید به معنی آن باشد که باید علیه او سلاح کشید و با زور نیروهای خارجی اون را حکومت قانونی کشورت را سرنگون کنی. اگر حالا همین کار یک گروه از تاجیکستانیان انجام بدهند، حکومت رحمانوف که اشتباهایش و حتی جنایتهایش به مراتب از اشتباههای حکومت مراسای ملی در سالهای 90 بیشتر است. خب مردم هر روز مرده ایستادن بدون کدام جنگ. اون قدر تاجیکه که همین شب و روز از کرونا ویروس در نتیجه خنک نظری امام علی رحمان مرده ایستاده است، نه از هجوم طالب مرده است، نه از هجوم یگان گروه مسلح مرده است. خب اگر یک عملیات تروریستی هم کرده باشد کدام یک جنایتکار 5-6 نفر کشته می شود، ولی هر روز در تاجیکستان 5-6 نفر 10 نفر نخبگان شخصیت‌های سطح ملی از دنیا گذشته ایستادند. پس چیکار کند؟ یک گروه بیاد سلاح بگیرد و اونم با کمک کشورهای خارجی وارد تاجیکستان شود، چی میگن؟ بنابراین همین من این کار نمیکنم که اشتباهی داشت حکومت مراسای ملی، اما نباید این برای سفید کردن و توجیه کردن جنایت‌های باشد یا اون تبادلات‌های باشد که از طرف بعض نیروهای مخالفین اون وقته علیه حکومت عمل کننده کشور صورت گرفت و من این را به هیچ وجه دلیل یا
توجیه قانونی نمیدونم. ببخشید چون منظوری من همین است که یعنی اگر تا که عین همون تکرار در آینده دوباره رخ ندهد، برای همین این سوال رو کردم. اما من شخصا در این میبینم که خود حکومت مراسای ملی یک کانال گفت و شنید یا که کانال کمیونیکاسیونی با روسیه را نداشت. اگر داشت در یک سطح پایین داشته که این باعث شد که خود روسیه این طرح را عملی کرد. بله، نه ببینید، نه تنها کانال گفتگو کمیونیکاسیونی ضعیف بود، اصلا در روسیه و در ازبکستان در تاشکند اون وقت اسلام کریموف به هیچ وجه طرفدار آن نبودند که در تاجیکستان یک حکومت ملی دموکراتی شکل بگیرد، برای آنکه تاجیکستان آزاد و دموکراتی و ملی برای همه این دیکتاتورها خطر داشت. اونها میترسیدند که بعد مردم ازبک از تاجیکان عبرت میگیرند و طلب میکنند که یک حکومت دموکراتی و ملی باشد و در دیگر کشورها هم. و وجود یک نفر از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دولت عثمان را، یک نفر بود، باقی مانده در حکومت همش همون کمونیستای سابق، حزب دموکرات، رستاخیز اینها بودن. همین وجود یک دولت عثمان رو که اصلا هیچ صلاحیتی هم نداشت بهانه کردند و گویا که در تاجیکستان حکومت اسلامی هست و حزب نهضت حکومت رو گرفته است و زیر پرچم مبارزه با اسلام ارتش رو وارد کردن. حالا سوال دوم شما هم که آیا ما در صورت خیزش مردمی و یک حکومت ملی می توانیم این حکومت ملی دموکراتی و مردمی رو از کنتر رولوسیا و دخالت‌های بیرونه حمایت کنیم یا نه؟ من فکر میکنم که باید ملت به قوت و قدرت خودش اعتماد داشته باشد، باید اون اشتباهات گذشته رو تکرار نکند. اگر ما و شما به خودمون اعتماد داشته باشیم، باور کنید نه روسیه نه یگان کشور دیگر جسارتی انجام چنین یک عملی که در گذشته کردن با واسطه نیروهای مسلحشون ضد ملت ما را نخواهند کرد. خود کوچکوف دیده در صحبتش چی گفت که این کار را ما تشکیل کردیم، اما اگر خودمون مستقیم می آمدیم می گفتن که جنگ بین تاجیک و ارتش روسیه هست. بنابر همین ما از داخل خود تاجیکان پیدا کردیم جنایتکارها و نفران دیگر رو مسلح کردیم، بگذار جنگ تاجیکی شود، بین تاجیکا باشد تا اینکه ما در این بین گناهکار نشویم و همین کار هم کردن. ملت تاجیک باید در آینده هوشیار باشد و در همون اول کار باید پیش روی این گونه اشتباهات و کارها گرفته شد. اجازه ندهد که دیگر از یک بخش از ملت کشورهای خارجی استفاده برند. من باور دارم که روسیه امروزه اون روسیه پیشینه نیست. اگر این کار رو روسیه میکرد در ارمنستان میکرد، در جاهای دیگر، ولی دو عامل تاثیر رساند. یکی اینکه رهبریت امروزه روسیه خیلی باهوشتر و با عقلتر هست، اگرچه به معنی آن نیست که ما کاملا سیاست‌های آنها رو پشتیبانی میکرده باشیم. دوم تجربه ارمنستان، اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و دیگر کشورها نشان داد که در صورت تغییرات‌ها و پشتیبانی قوی ملت همه گونه حکومت مردمی میتواند از استقلالیت خودش حمایت کند. فقط یک چیزی که گفتنی بودم اگر اجازه بدید. خیلی کوتاه برادر بفرمایید. خب تشویش من همین است که عموما در حکومت مراسای ملی سابق حکومت مراسای ملی نتونست که روسیه را متقاعد کند که نه هر حکومتی که چی اسلامگرایی باشد، هر چیزی که باشد، سر قدرت اگر بیاید هیچ خطری به روسیه و به کشورهای همسایه نخواهد داشت. و عیناً همین چیز اگر هر خیزش مردمی که شود حتما روسیه چون کلانترین پایگاه نظامی و در تاجیکستان است هیچگاه نخواهد، یعنی بدون تاثیر بدون دخالت کردن نمی ایستد. بله برادر، در این مسئله 100% با شما موافق هستم. حکومت مراسای ملی نه تنها در نسبت روسیه اون وقت بعد اشتباه کرد، حتی با برداشتن پرچم ها و شعارهای بعض کشورهای دیگر خیلی هم مثلا در موضوع زبان فارسی و وارد کردن ادبیات و کتاب‌های زیاد خیلی ها هم ترسان و اشتباهات زیادی در اون وقت بود. در صدا و سیمای اون وقت تاجیکستان
یک باره صدای اذان صدا داد و خیلی کارها شد که مردم تشنه و عاشق ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ملی، بدون آنکه آگاه باشند که هنوز هم در جامعه تاجیکستان تاثیر بولشویک‌ها خیلی زیاد است و نیروهای دیگر خیلی در کمی نشستن، بعضی سراسیمگی‌ها کردن. اما باز تکرار میکنم، من وارد جزئیات نمیشم. حکومت آینده نباید اون اشتباه رو تکرار کند و بعداً امروز هرچند که تلاش کرده ایستادن که دیگر مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر نیروهای اپوزیسیونی را کشورهای منطقه همچون سازمان تروریستی اعتراف کند، دیگر موفق نشده ایستادن و من حالا چیزی درباره رابطه ها و درباره همکاری ها نخواهم گفت. اما جمله آخرم در این موضوع این است که شما درست میگید، باید که منفعت های بزرگ کشورهای همسایه ابرقدرت‌ها در تاجیکستان از طرف حکومت آینده زیر خطر نماند، وگرنه باز ما را اذیت خواهند کرد. اما این منفعت‌های کشورهای دیگر در تاجیکستان باید تابع از منفعت‌های کشور و ملت ما باشد و باید مخالفت نداشته باشد. ما باید پیام دوستانه به همه ملت‌ها و کشورهای همسایه بفرستیم. از حالا فرستاده شده است که حکومت آینده تاجیکستان تلاش میکند که با همه کشورهای منطقه رابطه‌های خوب داشته باشد و علیه منفعت‌ها و سیاست‌های یگان کشور دوست و همسایه ما در آینده اقدام نخواهد کرد. من فکر میکنم که همین قدر حالا کافی هست و تشکر برای صحبت‌های خوبتان. تشکر، زنده باشید. سلامت باشید. برادر ابو هریره بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. انشاءالله خوب هستی استاد. سلامت باشید برادر عزیز. بفرمایید. شما خوبید؟ الحمدلله خوبیم. سلامت باشید. استاد کبیری، سخن ما در همین که مقصد چرا که اینقدر از فکر و نظر شما این مقصد همین در حکومت یگان مردی نبود یا که اینقدر سری سال چه نشید که امروز ما را کرونا ویروس جخیده است، مقصد چی کرده است؟ یک مردی نه برآمد امیر اعلان کنه که بعد امروز برآمدن رئیس تندرستی را هجوم کردن. چرا تا امروز یگان مرد پیدا نشد؟ سبب چی باشد از فکر و نظر شما؟ با فکرم برادر این سوال اگر با اون طرف میدادید که چرا در اون طرف یگان مرد نیست که بیاد اعتراف کند و مردانوار بحث کند، صحبت کند، من حالا چی گفتم میتوانم؟ جامعه‌ای که مرد پرور نیست، یعنی فضای سیاسی. الو صدای من هست؟ بله بله هست استاد. کسی از برادران اینجا نوبت گرفته است؟ حالا یک لحظه منتظر باشید. در جامعه‌ای که در اون جامعه فرهنگ مرد پروری نیست و مردها همه خوار و ذلیل میشوند و نامردی به شعار تبدیل میشود، دیگر انتظار آن را داشت که یک حکومتدار، یک مسئول دولتی بیاد جوان مردانه چیزی رو اعتراف کند یا رفتار مردانگی کند. به نظرم یک انتظاری خیلی هم طولانی خواهد بود و هم به اساس. خود فضای سیاسی در داخل کشور مردکش است، مرد پرور نیست و بنابر همین مردهای ملت یا کشته شدن یا در زندانن یا در هجرت. حالا این به معنی آن نیست که کسانی که در داخل کشور ماندن خدای نکرده همچون تحقیر قبول کنن که آنها گویا که نامردن یا مردانگی ندارن. نه، اینجا مرد به معنای سیاسی کلمه هست. یعنی مرد میگن که یا مرد باش یا در خدمت مرد. اگر خودت نمیتونی، بالا به هر دلیل باید در خدمت کسی باشی که مردانه‌وار رفتار میکند، اما هم خودت نتوانی مردیت رو به نمایش بگذاری و هم بیایی در خدمت یک نامرد باشی و هم بیایی علیه جوانمردان ملت رفتار کنی، پس اینجا همون مردی به معنای سیاسی کلمه زیر سوال هست. اما اون نشانه های دیگری مردی رو که دیگر حالا بحثی ما اون نیست، ولی من مطمئنم همون جوهری مردانگی ملت تاجیک با وجود این همه سرکوبی، با وجود این همه مردکشی، باز از نو بیدار ایستاده است، از اون جمله در داخل کشور هم، و همون روندی که الان شروع شده است انشاءالله
این بیداری آهسته آهسته به آن آورده میرساند که مردان ملت باز از نو قامت خود را راست خواهند کرد و ما در آینده نزدیک بعد خواهیم دید که واقعا ملت تاجیک اون فرهنگ جوانمردی، آیین جوانمردی و روحیه مردی را از دست نداده است. پورا انشاءالله. سلامت باشی استاد. یک چیزی دیگه فکر و نظری مرا بند کرده است. واکسینه که میدرویا ما فکر میکنم که این خیلی تاجیکستان هر کار شدنش ممکنه. مقصد این واکسینه رو میدرونن شاید به پول کنن شاید پولاکی. ما فکر میکنم که امیرا پولاکی میکنن. نه دوستی عزیز، واکسینه در تمام دنیا به پول است. از آن جمله اون واکسینی که وارد شده است این کمک خیریه جامعه جهانی کشورها به تاجیکستان است، به مردم تاجیکستان است. این کمک به امام علی رحمان و به حکومت نیست. اگر کدام طبیب کدام مسئول او را پولکی کرد یا فروخت بدونید که این جنایت است و هر یک شهروند تاجیکستان به نامش همون 2 دوز قانونی واکسین وارد می شود. الکی تا امروز الکی 5 تا 6 میلیون دوز واکسین وارد شده باشد. مطمئن باشید که دیگر باقی مانده اش هم در آینده وارد خواهد شد و این کاملا بی پول است. برای که ای سال 2020 تا همین 2021 بغرض خراکه و مقصد آرت پارت 550 میلیون با فکرم خطا نکنم هم خیلی درآمدگی این با مردم بود. چرا این رو مردم دسترس نمیکرده؟ این برای کرانتین بود. وقتی که شما گفتین که کرانتین اعلام کنن ها این بهترین، اما کمبغلای ما را کی کمک میکنه که در کرانتین مقصد چی کنن؟ اما کرانتین پس سر کنن. ببینید چرا حکومت جمهوری تاجیکستان کرانتین اعلان نمیکند با وجود آنکه کرونا ویروس اینقدر جولان کرده ایستاده است؟ برای آنکه تجارت خانوادگی ضرر میکند. من باوری دارم که استاد بخشش همین پولهایی که امام علی رحمان، رستم امام علی فرزندش، دامادای بشمارش اگر همیا دزدگیان والله قسم همیا بیورن همین پولاشون در همین جا صرف کنن خرج مردم کنن الله شاهده ما همه دولت هم میگذاریم، لیکن این بدبختا فقط به نفس خودشونه. خب این حرفای شما را شنیدن برادری عزیز، حرفای ما را شنیدن، از شما را شنیده ایستادن، درد ملت را شنیده ایستادن. ما هم با همون خاطر میگوییم که خدا کند که یک کمتر انصاف دهد بعد این همه مصیبت ها، بعد این همه حالا فاجعه هایی که حتی نه تنها دامن ملت متاسفانه دامن خود نزدیکان پرزیدنت را گرفت که جای تاسف است. من جای خواندم که تا 10 نفر در خانواده امام علی رحمان گرفتار این ویروس شدن. خداوند شفا بدهد کسانی که گرفتار شدن. اما امید داریم که بعد این همه شاید به عقل بیایند و تصمیم های جدی بگیرن و حرف شما را هم شنیدم برادر عزیز. تشکر زیاد برادر. استاد سلامت باشید. خداوند نگهبانتون باشد. حالا برادر 555 بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر ما ناحیه وحش یک شهروند ناحیه وحش دوی ما برآمده شما را تماشا میبینیم میشنویم. اما ما یک فکر شخصی خدمت میدانم با شما. هم دوره برادرکشی از هرمون گذراندیم. دوری حزب کردن حزب مذهب اسلام ما همش شاهد زنده بودیم. همون وقت راستی گپ عذاب بسیار کشیدیم، گریزه شدیم، خونه‌سوز شدیم. همین شخصا خودم با 4 فرزندم طول به طول گشتیم. خیلی روزا گذشت. ای ما اسلام میکنیم، نهضت میکنیم، دیگه میکنیم. آخه یگان چی نشد. خیلی اسلام میگه خداوند اسلام در دل ما آفریدگی. ما باید با زبان نباشیم، با دل باشیم برادر. همه ما انشالله با امر خدا الحمدلله مسلمانیم، فرزند تاجیکیم، تاجیکستانیم. حتی این روزا
در تقدیم که باشم میبینیم خیلی یک بار دیدیم همین روزا را عذاب مشقت شما هم بوده جوان بوده همینجا بوده خیلی ما کمتر سال ما رفتگی بسیار دیدیم اکا همین گپا مثل همین کارا با حیث با وای همینا چی در کارم برادر همین خدمت فرزندی تاجیکستانی در تاجیکستان بودیم گروه تشکیل کرده بوده با سردارات و همه شاهد دیدن من همون جهان مرده گوره همون جهان همین روزا را دیدم همون آدمات هم دیدم با همون آدما و همون گروه ها کلان شدگی بودم نه که همین حقیقت کار نبود همین خداوند حقیقت هم میبینم آره چدانی خدا همین حقیقت که نبود همین کار تشکیل نشد خیلی دولت حقوق بنیاد چی خیلی کدام سر دولت اومد او را خداوند آورد من بشیدم دیگه آدم بشید اینه جناب شده است مثال خیلی تا دیره تنجی امانی بود تا 2015 با 2015 با همین گروه ها تشکیل کرده با همین خلق با اعضا با مشقت بود خیلی گروه تشکیل کرده و مقصد نرسیده این نیتی هر یک انسان بود شما همین نیت داشته خیلی خداوند نبینه نصیب نکرد مایلی خیلی همون آدمایی که به هم مبلغ صاحب شکن دارین همین قواه آوردهشون همین جامون آمدن همش رفتن خیلی کدامش مرد رفت کدامش زنده مون یگان تای همون را خونش آمده یگان تای همون را یوری کده فرزندای همون دا یگان تای همون را همون گروه تشکیل کدگی سراخ کده با هم نورم دولت نگاه داره دولت سراخ کده است یگان شهروند تاجیکستان ایگشنگی نمورده است برادر وطن آباد خیلی ها آباد ولی در باره وایگا میزنه مهاجر رفتن خیلی برادر اگر مسلمان باشه اسلام اگر وای کنه من بسیار عذر میخوام گوش کنید یک لحظه برادر عزیز حالا بگذار همین برادر صحبتش رو دوام بیاد من خواهش میکنم سوال رو دهد و جواب رو گوش کند حالا این برادر سوال نداره مثل این آمده است که حالا همین گام تمام کنم زودتر برادر که مردم منتظرم بفرما دعوا داریم که همین مردک باید مرد باشد همین ایدو رفته همین گپای نخوب و نخوش درباره وطن درباره ملت درباره کیم چی آخه همه چی در کارای همه شما همینجا بده یگان جور آباد کرده یگان جور ساخته پول دنیا داشته همون آخه یگان چی نکرده با برآمده رفته همون کیم که جاده همین جوانا را گرفته برده کیم کدم جا تروریست وای کرده لیشنا شخصا همین داماد خودم رفت دختر من بیوه مونده میجا اکو او کجا شده نمیدونم همین چی در کارای همینا یگان بار سراغ کرده که همی بردگی تون همی فرزند داشت نداشت نکرده برادر در برای مهاجری میگه آخه روی دنیا برادر مهاجره ای دیگه دولت هم اومده هم جوده کار کردستان خیر رزق روزی من همونجا خداوند نصیب کرده باشه میریم پا بدنش هم میگیریم با میگردیم بیایم وطن همین چی در کار همی اغواگری سلامت باشه برادر عزیز ای دور ششته همین خلق به با به سرانجام میکنه با خونه ویران میکنه همین چی در کار این من یک مراجعه سلامت باشید حرف شما را شنیدیم گفتهاتون رسید حالا من خاموش نکنید چند تا حالا که صحبتی برای نکنید برادر بخشی همین شما گفتید گریزه شدیم رفتیم شما را کی گریزه کرد حالا شما عضو نهضت یا لحظه شما عضو نهضت بودید و حزب نهضت اسلامی را تشکیل کردید یک گروه مسلح آمد و خانه شما رو آتش زد و شما افغانستان هجرت کردید یا کردید همون گروهی که مسلح شد آمد خانه شما رو آتش زد کی بود همون گروه گوش کن برادر همین سوال من طاقت کردم گوش کردم سوال کنکریت جواب یک مردم گوش کرده ایستادن همون کی بود همون خانه گفتید که خانه ما را آتش زدن ما گریزه شدیم همون کی کرد همون را شما میدونید که کی کرد میدونم خب کی کرد همون کدام گروه کدام حزب
کدام تشکیلات؟ همورا من شخصا از شما میبینم. نه ببین، حالا ببین شما حالا بری عزیز یک لحظه گوش کنیم. بیاید اکنون صحبت منطقی کنیم، دیگه صحبتی با اینکه حالا ما کمبودی کردیم، یک گروه آمد خانه شما رو آتش زد، شما را کشت، شما را مهاجر کرد، مالکیت رو نگرفت، امروز در سر حاکمیت نشسته است. همون آدما شما میدونید، شما میگید که ما را بگید که شما کمبودی کردید، من قبول میکنم، میگم بله ما کمبودی کردیم، اما چرا جنایت اون نفری را که شما شاهد بودید خانه شما را آتش زد، شما را کشت، گریزه کرد، امروز در سر قدرت است، با میگید که همون آدمان خوبن، ما یکی خانه شما را آتش نزدیم، فقط ممکن ما یک کمبودی کردیم. شما میاد دزد و جنایتکار را رها کردید، ما را گناهکار میکنید. این یک سوال. سوال دیگر این است که اگر حزب لازم نیست، چرا ما حزب میکنیم؟ چرا امام علی رحمان را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را نمیگوید که حزب لازم نیست؟ چرا رئیس حزب شدی، حزب تشکیل کردی؟ حالا در تاجیکستان چند حزب است، برای چی اونا را نمیگید که حزب لازم نیست؟ بیا همه حزبا را برهم بتیم در کشور، کنستیتوسیون برهم بخورد، چون در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بسیار حزبی را پیش بینی کرده است و این معیار کنستیتوسیونی است. وقتی یک نفر میگه که در تاجیکستان چی لازم حزب، معنی آن را دارد که ضد کنستیتوسیون است و امام علی رحمان را گناهکار کرده ایستاده است، برای اینکه رئیس حزب است، اونم حزب تشکیل کرده است، در پارلمان 5 یا 6 حزب است. چرا شما اینها را نمیبینید و به این مردم نمیگید؟ چرا فقط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه مخالفین میگید که شما حزب تشکیل میکنید؟ حالا شما میگید که به مردم چی کار کردید، چی کمک کردید؟ با کسانی که طرفداران ما بودن در داخل زندان ها هستند. شما میدونید که وقتی که ما از بیرون کمک میکنیم به طرفداران خودمون، با زندانیای سیاسی، این وظیفه انسانی ما هست. همین حکومتی که شما طرفدارش هستید جنایت اعلان میکند هر کسی که با اونها کمک کند، پیش راه کمک کردن به زندانیای سیاسی، به خانواده، به یتیما، به بیوزنها رو میگیرد و علاکه چند نفر رو جنایتکار اعلان کردن برای آنکه از طرف برادران و خواهران از بیرون کمک شد. چرا شما این طرفی مسئله رو نمیبینید؟ برادری عزیز، برادری وخشی، حالا معلوم است که شما وقتی که میگید که من از وخش هستم، تمام برادران دیگر که در اینجا شرکت میکنن نام محلشون رو نمیگویند. برای چی؟ برای آن میترسن که اگر در صحبت آنلاینی کبیری وارد شدن اونها رو جنایتکار اعلام میکنن. شما نمیترسید؟ چون که در طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و تمام اون رفتارهای پلیس، کسی که در با من صحبت میکند الکی جنایتکار است. حالا همین شما برادری عزیز موافق معیارهای حکومت جمهوری تاجیکستان باید شما رو هم یک جنایتکار برای محکم کنند. برای چی؟ برای آنکه شما با من صحبت کردید، در برنامه من شرکت کردید. اما چرا شما این کار رو میکنید؟ برای اینکه فکر میکنید که حالا من زیر کبیری گپ زده ایستادم، من طرفدار حکومت رحمان و فستم، حکومت ما رو هیچ نمیگه. مطمئن باشید که اگر مبارزین پیروز شدن همه اینا بخشیده میشود. این کاری که شما کرده ایستادید غیر قانونی نیست، این حق شما است. کمون برادرانی که در اینجا هستند، برادر رحمت الله ابوبکر، شما، برادر سلمان بود، اینا همه کارهای درست کرده ایستادن، حق کنستیتوسیونی هست، آزادی بیان هست، اما اینها را میبرن زندانی میکنن برادری عزیز، برای لج ماندن، برای شرکت کردن. اما شما که کبیری رو تنقید میکنید، حزب نهضت رو تنقید میکنید، شما را هیچی نمیگن. این معنی چی را دارد؟ معنی آن را دارد که در تاجیکستان متاسفانه، حالا من نمیگم که شما مخصوص اینجا وارد شدید که بیایید ما را تنقید کنید، سفارش دارید یا چیزی، نه. من باور دارم که شما درد دل خود را گفته هستید. ببینید یک لحظه برادر یک لحظه، چون من تا آخر شما را گوش کردم. اصلا این برنامه ما هست، ما تا آخر شما را گوش میکنیم. شما مهمان هستید اما دیگر اجازه نمیتید که ما صحبت کنیم. یک کمتر حالا درست که شما طرفدار حکومت هستید، مثال فکر میکنید که باید همه چی را شما بگید، اما یادتون نرود که شما مهمان در یک برنامه خصوصی هستید و آداب مهمانی را هم رعایت کنید. کم کم خوب است.
حالا شما فکر میکنید که من آشکار گپ میزنم از وحش هستم، برایید یک بار از حقوق شناس از پلیس ناحیه‌تون بگویید که آیا همه مردم وحش، همین سوال رو کنید، آیا همه مردم وحش حق دارن که در برنامه آنلاینی کبیری برآمد کنن، صحبت کنن؟ اگر صحبت کنن با آنها چی میشود؟ اگر آنها گفتن که نه هیچ گپ ندارد، بروید صحبت کنید، هیچ کس رو ما برای این پرونده جنایی باز نکردیم، در اون صورت شما بیاید در برنامه بعدی دیگر شرکت کنید. من شما رو خیلی خوش آمدید میگم، اما من از اون میترسم که شما چون نامتون رو گفتید و از ناحیه وقت چهرهتون رو هم آشکار کردید، میترسم که باز در یگان مشکلی گرفتار نشوید و متاسفانه یگان نشود. بعد شما گفتید که چرا از دور تنقید میکنید؟ یک لحظه برادر، حالا شما یک لحظه برادر، یک لحظه طاقت کنید، صبر کنید، من به شما باز نوبت میتیم. شما میگید چرا از دور تنقید میکنید؟ ما خیلی از دور تنقید نکنم که اجازه نمیدن داخل کشور بیام. اگر داخل کشور بیام مثل برادران زندانی میکنن. در داخل کشور بودم تنقید میکردم، از وطن بیرون کردن، مالکیت رو گرفتن، حزب رو منع کردن. حالا من چیکار کنم در خارج؟ خاموش بشینم یا با گفت شما بیام از داخل کشور تنقید کنم زندانی شوم؟ بنابر همین یگانه راه همین است برادر عزیز که من در خارج بشینم، تنقید کنم، حرف دل مردم رو بگویم. برای شما هم فایده دارد همین حرفای من. این کرونا ویروس رو که گفته ایستادم، خداوند جان شما و سلامتی شما و فرزندات رو نگهبان باشد. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان رو من تنقید نکنم، باز شما رو مجبور میکند که در مشروف بروید، فرزندای شما رو مجبور میکند کرونا ویروس میشن. در تمام دنیا باید یک کس پرزیدنت رو تنقید کند، وزیر رو تنقید کند تا اینکه از خود نرود. اگر کبیری نکند، اگر من پرزیدنت شدم، من به شما اجازه میدم که شما تنقید کنید، به امام رحمان اجازه میدم که مرا تنقید کند. برای این زندانی نمیکنم، برای این کسی را از وطن به وطن نمیکنم. بنابراین همین دوستی عزیز، برادر گرامی، شما مهمان همیشگی ما هستید، خواهید بود در آینده. فقط بروید همون سوالایی که من دادم از پروکرور ناحیه وقت سوال کنید که من در برآمد کبیره شرکت کردم، یگان عمل جنایی هست همین یا نیست؟ اگر که نیست، گفت که نیست، برو ادامه بده، بیا شرکت کنید و طلب کنید که چرا دیگران را که در صحبت‌های کبیری شرکت کردید، لایک موندید یا مثلا در آنلاین اینها بودید، آنها را جزا دادم. این دخورگی و این یک بام و دو هوا را ما باید در تاجیکستان از بین بریم. انشاءالله که با شما هم یگان خطر تهدید نکند. چند گفتنی دیگر داشتم با شما، ولی صحبت ما با شما طولانی میشد برادر عزیز، به دیگران هم نوبت بدیم. باز در صحبت‌های بعدی من شما را وارد میکنم. یک بار از پروکرور ناحیه‌تون رفته همون نوبت رو بگیرید، اجازت بگیرید، بعد بیاید انشاءالله. خداوند نگهبانتون باشد. خب برادر رحمت الله بفرمایید. برادر رحمت الله فرمود تو قصورش عقلت بله. برادر عزیز تأخیر نکنید. حالا این تأخیر شما نماز تا مسلمان شاوگون قصورش نمیشه تو قصورش. لیکن قصورش سیگرت استانبول بله. فریاد بله. حالا مجبور میشن که این برادر حالا معلوم نیست کی را تأخیر کرده است. به هر صورت این جای ما جای تأخیر نیست. حالا چه پیرمرد قبلی را بود چه ما را بود فرق نمیکند. بالاخره نباید در افیر ما تحقیر صدا بدهد. من به همه کارمندان شبکه پیمان گفته بودم که تحقیر چی از دوران کمی تحقیر شاید این آنلاین ما آنلاین جای کسانی هست که با منطق، با دلیل، با آداب و در چارچوب فرهنگ بحث میکنند. خب برادر نسیم دولتوف بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. و علیکم سلام. خب درباره امو اکم یک صحبت میکنم برادر جان، بعد سوال به شما میکنم. خب منم گریزه شدیم، ما هم گریزه شدیم، صنف پنجم میخوندم، به طرف غرم گریزه شدیم. اگر اون برادر از جنگ و عیبدار کنه حزب نهضت اسلامی را در جنگ،
در اینجا من فکر میکنم که هر دو طرف اگر یک طرف گناهکار میدونه اون نفر، من فکر میکنم اگر که منطقاً همو انسان گپ میزد هر دو طرف باید گناهکار میکرد. اولش دیگه‌مش خطی وقتی که ما در غرب گریزا بودیم، تیر و تفنگ همو روسیه و ازبکستان ما را بمبید میکردن، سمالیات های ازبکستان ما را بمبید میکردن. من صفی 5 میخونم در تای همو قنات های سمالیات های ازبکستان اوز SSR نوشتگی بود، حزب نهضت اسلامی نوشتگی نبود، اوز SSR. این امیر ایاد نبرار برادر که با همو رحمانوف چخله که لوکاشنکا گفت با تیر و تفنگ همو خارجی ها وارد تاجیکستان شد، 150,000 شهروند جمهوری تاجیکستان کشته شد. و بعد استاد سوال من چنین است که بسیاری ها هم خیلی آوازه است، نمیدونم دروغ است راست است، هم خیلی میگن که طالبان در تاجیکستان دفتر دارن یا به اصطلاح همون آفیس میگن، چی میگن آفیس دارن. خب شما که وکیل همون و چی بودین پارلمان بودین، فکر و نظر شما چی است؟ آیا این درست است که در تاجیکستان طالبان آفیس دارن؟ خب دوستی عزیز، اینجا یک سوال دیگر هم آمده است، یک به همین موضوع طالبان ربط دارد. من با اجازهتون این سوال شما رو با این یک جای کنم. بله، این نماینده خود طالبان در یک صحبتش گفت تقریبا 8 ماه پیش بود یا 9 ماه پیش که ما در دوشنبه دفتر داریم و کمک ها میگیریم، بیماران خود رو، مجروحین خود رو در دوشنبه طبابت میکنیم. و همون وقت ما چرا این رو اگر شنیده بودیم موضوع رو بحث و بررسی نکردیم، برای گفتیم باز نگویند که تهمت میکنن. اما بعد وقتی که این گفت و شنیدها با طالبان شروع شد و اونها بار دیگر خودشان تصدیق کردن این خبر رو، دیگر معلوم شد که حکومت تاجیکستان دارد یک بازی دو طرفه میکند. از یک طرف مردم رو از طالبان میترساند و وضعیت را متشنج میکند، از طرف دیگر یا در عوض یگان درآمد یا از ترس طالبان و هر چی که باشد با همکاری میکنند و دفتر رو در اونجا باز کردن. اما یک سوالی که در اینجا آمده است، کسی پرسید از خطی است، من با اجازه شما در ادامه سوال شما همین رو میخوانم. آیا طالبان برای آسیای میانه خطر دارند یا نه؟ جوانان احساساتی که از عملهای ضد دینی مقامات سخت ناراحت هستند، آیا طالبان رو الگو و پشت و پناه خود نمیبینند و دست به اسلحه نمیزنند؟ دوستی عزیز، من خود طالبان را بالقوه یعنی به واسطه برای کشورهای آسیای مرکزی خطر نمیدانم، چون که طالبان هیچ برنامه برای آسیای مرکزی ندارند و بارها اعلان کردند که ما برنامه‌مون، فعالیتمون تنها در داخل افغانستان خواهد بود. اما خطری بالقوه نداشتن طالبان معنی آن را ندارد که این فکر و این اندیشه خطر ندارد، زیرا در آسیای مرکزی بخصوص در تاجیکستان ما بسیاری از جوانان از دموکراتیا، از انتخابات، از این فعالیت احزاب مصالحت آمیز خسته شدند، چون فعالیت حزب و حرکت‌هایی که دست به سلاح نمیزنند، یکمش که خیلی طولانی میشود، دومش که بسیارش بی نتیجه است و مردم وقتی میبینند که از یک طرف حکومت فشار میارد، مسجد و مدرسه رو میبندد، ریش و حجاب رو ممنوع میکند، آزادی انتخابات رو میگیرد، تمام حکومت در دست یک خانواده با نام دنیویت و با نام حمایت از کنستیتوسیون اینها ملت رو به این حال رساندن، بعد میگوید که خب پس همون راه طالبان شاید که نتیجه میدهد و راهی بهتر باشد، چون در افغانستان نتیجه داد. اونها دیگر نه مثل ماها درباره دموکراسی و حقوق بشر گپ زدن، بلکه به واسطه مشکلی خودشون رو با حکومت مرکزی با راه دیگر حل کردن و این روش میتواند یک الگو باشد برای بسیاری از کسانی که در داخل تاجیکستان از وضعیت هم از حکومت ناراضی‌اند و هم از مخالفین. من این حرف را بارها در داخل تاجیکستان گفته بودم، در بیرون هم میگم که ادامه این سیاست ها، سرکوب کردن مخالفین مصالحت آمیز، پیش از همه این یک هدیه به گروه های افراطی هست و شاید که خود حکومت هم همین رو میخواهد. کی میداند، شاید حکومت از این شاید نه انیق است دیگه 100% که
حکومت جمهوری تاجیکستان از اپوزیسیون مصالحت آمیز، از اپوزیسیون دموکراتی و معتدل به مراتب بیشتر میترسد از اون که از اپوزیسیون مصالح بترسد. چرا؟ برای آنکه وقتی که در مقابلش اپوزیسیون مصالحت آمیز و دموکراتی و معتدل هست، کشورهای دیگر به امام علی رحمان شاید که کمک زیاد نکنند، بخصوص کمک نظامی. اما وقتی که در مقابلش اپوزیسیون مسلح هست و خیتای هم کمک میکند، روسیه هم کمک میکند و امریکا هم کمک میکند و این بیشتر به نظرم به خود منفیت حکومتداران است. برای همین است که اپوزیسیون معتدل را زندانی میکند، میکشد، نابود میکند و خیلی هم دلش میخواهد که جوانان تاجیک پیروی از همون الگوها و از نمونه‌های دیگر گروه‌های خشن کنند. خب یک سوال دیگر داده است که اگر طالبان تاجیک که حالا در افغانستان می‌جنگند وارد کشور شوند، شما در مقابلشان خواهید بود یا در کنارشان؟ برادری عزیز، هر تاجیک یا تاجیکستانی که و فرق ندارد چه اسلامی است، دموکرات است، دیندار است، بدین است، اگر تابعیت یا پیروی از یک کشور یا یک سازمان خارجی میکند، هر چقدر هدفش برنامهش عالی هم نباشد، من نه تنها از او پشتیبانی نمیکنم بلکه در مقابل او خواهم جنگید. اما هر تاجیکی که مستقل هست، باز تکرار میکنم فرق ندارد او کی هست، مستقل هست، خودش برنامه ملی دارد و اطاعت از یگان حزب و گروه خارجی نمیکند، از یگان کشور خارجی نمیکند، بلکه هدفش آزادی و سربلندی ملت تاجیک است. چه او از خارج داخل می آید چه از داخل تاجیکستان سربلند میکند، من نه تنها در مقابل او نخواهم جنگید بلکه اگر برنامهش برای ملت باشد، برای آزادی و آبادی دولت ملت تاجیکستان باشد، من با او کمک خواهم کرد. شرط اساسی من چی است یا پیمان ملی تاجیکستان این است که او مستقل باشد، دارای برنامه ملی باشد، برای دولت تاجیکستان باشد و هدفش آزادی و سربلندی ملت تاجیک باشد. اگر این برنامه را دارد ما در خدمت همه هستیم. اما اگر اطاعت از یک سازمان و حرکت خارجی کند، پیروی از آنها کند یا از یگان کشور خارجی، دیگر مطمئن باشد که ما با این گروه ها نخواهیم بود. آیا فکر نمی‌کنید یک لحظه برادری عزیز من همین سوال ها را تمام کنم بعد به شما نوبت میدیم. آیا فکر نمی‌کنید که آینده شمال افغانستان به وزیرستان نوی منطقه تبدیل شود و آسیای میانه منطقه رویارویی‌های نیابتی امریکا با چین و روسیه گردد؟ دوستی عزیز، من این خطر را چندین سالها پیش بینی می‌کردم و گفته بودم که هر چقدر حکومت تاجیکستان و دیگر حکومت‌های آسیای مرکزی بالای مردمشون فشار بیارن، ظلم کنن، فساد در این کشورها باشد، همون قدر احتمال دارد که نه تنها شمال افغانستان به وزیرستان دیوم تبدیل شود، حتی میتواند یک از منطقه‌های تاجیکستان هم به این وزیرستان دیوم تبدیل شود. ما این بانگ خطر را زدیم و حالا هم خواهیم زد و یگانه راه این است که این حکومت‌ها فشار و ظلم را از بالای ملت ها بردارن. اگر نبردارن خب چند سال دیگر این جوانان طاقت کنند. یعنی فقط به خاطر آنکه جنگ نشود و آنها تروریست اعلان نشوند باید که این همه فساد و دزدی و این همه جنایت ها را سالهای طولانی تحمل کنند. خب یک گروه تحمل میکند، یک گروه دیگر تحمل نخواهد کرد و حتما این منطقه شمال تاجیکستان هم میتواند به یک وزیرستان تبدیل شود و بعد تمام این گروه های مخالف حکومت در اونجا جمع شوند و واقعا این برای همه مصیبت میشد. همین است که ما همیشه دعوت میکردیم در گذشته در داخل کشور هم حالا هم دعوت میکنیم که حکومت تاجیکستان از عقل و منطق کار بگیرد، بیاید راه و روش‌های معتدل را استفاده کند، با ملتش با تمام مردم وارد یک گفتگوی ملی شود و اجازه ندهیم که در داخل کشور ما این گونه گروه ها شکل بگیرند. حکومت تاجیکستان میگوید که از هنید بیشتر از طالبان نگرانیم. فکر شما چیست؟ بله، من امیران گفتم که حکومت تاجیکستان از نهضت بیشتر میترسد از طالبان دیده، از زید میترسد، از محمد روزی اسکندر میترسد، از بزرگمهر میترسد، از تمام نیروهای ملی میترسد، از تمام روزنامه‌نگاران آزاد میترسد، آنها را زندانی میکند، آنها را به خارج مجبور میکند که هجرت کنند و ترس رحمان از ملت است،
ترس حکومت تاجیکستان از ملت و از مردم است، نه از طالبان، نه از قرقیز، نه از یگان کسی دیگر. بنابر همین من کاملا به این گفته آخری حکومت که گفت ما از حزب نهضت بیشتر از طالبان میترسیم، من راضی هستم. نه به خاطر آنکه ما مسلحیم، نه به خاطر آنکه ما خطرناکتریم، بلکه ما جزء مردم تاجیکیم، جزء ملت تاجیکیم و ترس حکومت امام علی رحمان از نهضت به خاطر ترسش از ملت است. خب دوستی عزیز بفرمایید شما چی گفتنی داشتید جنبش کنید، بعد به برادر احمد نوبت میدیم. برادر نسیم اگر هستید در خط بفرمایید، اگر نیستید من بله بفرمایید. بله استاد ما همینجا هستم. خب برای مردم تاجیکستان یک چی گفتنی هستم استاد اگر اجازت باشد بفرمایید. خیلی کوتاه. بله حرکت میکنه که کوتاه بگیرم. یگانه گروهی که یگانه کمانده که مردم تاجیکستان ملت تاجیک باید از اون کمانده خطر داشته باشد، این همین کمانده امام علی رحمان فضل و یگانه حزبی که برای ملت برای وطن خطر دارد این حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان است که رئیس این حزب امام علی رحمان است و باید مردم تاجیک بیدار شود. تا که خاموش میشینه مردم تاجیکستان در همه خارجه اما در روسیه هم به صاحب ترین ملت هستیم. با خدا قسم این خیل نمیشه زندگی کرده، این خیل نمیشه وطن پیشرفت کرده. برای همین بیدار باشه مردم. در تاجیکستان بلیت 8-9 هزار سامانه، مردم بازم همین طرفداری میکنن از همون یک نفر، یک نمیدونم کارمندی همون هواپیما همون ایرپورت چیه همونجا وارد میشه، همه از جناب عالی راضی هستیم، میگه همه بله، میگن داد میزنن. بلیت 13,000 از بانک قرض کرده است خریده، بله ما راضی هستیم. از کجاش راضی هستی وقتی که ازبکستان بلیتش 8,000 روبل، تاجیکستان 30,000؟ از کجای امیر شما راضی هستی؟ واقعا شرم‌آور است. کجاست ننگ ناموس ملت تاجیک؟ ما در زمان شوروی خیلی نبودیم، خیلی ملتی پست نبودیم، ترس رو نبودیم. تشکر زیاد استاد برای جواباتون. سلامت باشید برادر عزیز، خداوند نگهبانتون باشد. فقط برادر عزیز یک ملاحظه داشتم در نسبت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. من با بسیاری از اعضای حزب خلقی دموکراتی با وکیلاشون در پارلمان 10 سال کار کردم، بسیارشون میشناسم. واقعا انسانای نجیب هستن، همچون انسانای خوبی هستن، اما خود حزب گفتید خطر دارد، نه اعضای حزب بلکه خود حزب، برای آنکه حزب ملت را به این وضعیت رساند که تمام رقیبان واقعی خود را از میدان دور کرد، زندانی کرد و خودش مثل همون حزب کمونیستی زمان شوروی یکتاز شد. فقط در پهلویش 2-3 حزب دیگر را از سابق اعضایان حزب خلقی دموکراتی تشکیل کردن با نام احزاب گوناگون. البته هیچ کس با اون دیگر باور ندارد. من بنابراین دعوت میکنم که وقتی که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را به این مصیبت‌های امروزه کشور گناهکار میکنیم، از گناهکار کردن افراد و اعضای قطاری حزب خودداری کنیم، چون که اونها هم انسان‌های عادی هستند و شاید نشود که بعد حالا بعضی ها رو مجبوری، بعضیشون ناخواسته صدها هزار اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کردن. اینا هموطنای ما هستند. فردا ما باید با اینها زندگی کنیم، همکاری کنیم. همه آنها رو به گفته مردم با یک گاورانه پیش کردن لازم نیست. تشکر برادری عزیز. خب برادر احمد بفرمایید. السلام علیکم استاد عزیز. و علیکم سلام. امیدوارم صحت و سربلند هستید. سلامت باشید. امیدوارم شما هم همچنین. بفرمایید. 2 سوال داشتم با شما و 2 پیشنهاد. اگر که اجازت باشد از شما و کارگران برنامه خواهش میکنم که به من کمی زیادتر وقت داده شود. بفرمایید. سوال یکم این است که آقای محیدین کبیری، خیلی که ما میدونیم شما وکیل پارلمان بودید و شما گویید که در آن وقت یا امروز ها در پارلمان جمهوری تاجیکستان یگان وکیل هست که 100% وظیفه‌دار و عهده‌دار در حل و فصل مسائل مهاجران بود یا هست؟ و زیر سوال به این سوال یکم ربط دارد که آیا پس از سر قدرت آمدن سرور نو یا حکومت نو
وکیل در پارلمان با نام وکیل مهاجران بودنش امکان دارد یا ضرور است؟ البته منظورم این نیست که ما یک عمر مهاجر میمانیم، بلکه تا آن مدتی که مهاجرت از بین برده شود. سوال دوم این است که آقای محیدین کبیری، آیا شما درباره فوند پرزیدنتی معلومات دارید یا نه؟ اگر دارید آیا شما در یگان برآمدهایتان در این مسئله سخنرانی کرده اید؟ آیا مردم تاجیکستان میتوانند این مبلغ از فوند تقسیم شده را معاش غیر قانونی سرور دولت حساب کنند؟ چون که ترتیب استفاده مبلغ فوند رو خود سرور دولت 100% معین میکنند و این هر ساله زیاده از 2 یا 5% این فوند است و تمام باقی مانده کجاست؟ و نگفته نماند که حجم فوند ذخیروی پرزیدنت از بودجه جمهوری در سال 2021 404 میلیون سومانی یا بیشتر از 38 میلیون دلار مقرر کرده شده است. و البته یک زیر سوال به این سوال دوم ربط دارد که آیا درست است که در سال 2018 قانون درباره تأسیس فوند پیشوای ملت به امضا رسیده است که به اندازه 0.2% حجم عمومی بودجه دولت را به آن انتقال داده می شود در آینده. تمام کردید برادر عزیز سوالاتون؟ استاد عزیز دو سوال بود و دو پیشنهاد کوتاه نیز هست، اگر اجازت باشد پیشنهاد رو نیز حاضر گویم یا بعدتر؟ بیا من دوستی از مشورت که من سوال ها را چون سوال مهمت کمتر وقت میگیرد بعد پیشنهاداتون رو میکنید، شاید پیشنهاداتون دیگر ضرورت نمیمونه در همین داخل پیدا میشود. راضی هستید؟ البته. خب خیلی خوب. من درباره وکیلان امروزه راست دیگه معلوماتی خیلی کم دارم و چیزی هم گفته نمیتونم و حالا چون معلومات ندارم چیزی هم نمیگم، اما فکر نمیکنم که یگان نفرش درباره مهاجرین برآمدی خوب کرده باشد. اگر کرده باشد مرا ببخشن بفرستن ببینیم، شاید که خدا ما رو اصلاح کنیم. اما آیا ضرورتی درباره از نام مهاجران وکیل پیشنهاد کردن انتخاب شدن هست یا نیست؟ من اگر برآمدی مرا در وقت وکیلیم در وقت قانون انتخابات اگر دوستان در یوتیوب پیدا کنن هست. من چند وقت پیش یکی از برادران فرستاد، من خودم دیدم. وقتی بحث و بررسی قانون درباره انتخابات بود من سخت پافشاری کردم، حتی باعث بحث و کشمکش در اونجا شد. بعد اون قسمتی که در ویدیو آمده است همه اون بحثا نبود. من با وکیلان حزب خلق دموکراتی در اونجا بحث کردیم، چون من کاملا مخالف بودم که برای مهاجرین مثلا معیار معین کنن که کسی که چند سال در خارج کشور بود در داخل کشور زندگی نکرده است از حق نامزد شدن در انتخابات های داخل کشور، انتخابات پرزیدنتی، وکیلی محروم شود. شما ببینید که حکومت جمهوری تاجیکستان این دلیل های بود که من در اونجا گفتم برای شهروندان از جای کار در داخل پیدا نمی کند. شهروند مجبور می شود که به خارج برود کار کند تا اینکه خانواده‌اش رو بخوراند، اقتصاد کشور رو کمک کند. گردش مال در داخل کشور در بازارها شکل میگیرد از پول همین مهاجر. اما این مهاجر فقط برای آنکه با عیب همین حکومت در خارج قرار دارد از نامزد شدن، وکیل شدن یا نامزد به پرزیدنت شدن محروم شود. من وقت پیشنهاد کردم که این معیار تغییر داده شود، این محدودیت برداشته شود، اما متاسفانه چون همیشه تنها ماندم و پارلمان با پشتیبانی حکومت این پیشنهادهای ما رو نپذیرفت ولی خودی من بازم برید سراغ یوتیوب و گوگل حداقل 20 سفر به نزد مهاجرین از ولادیوستوک شروع کرده تا کالینینگراد همچون وکیل مجلس نمایندگان رفتم از پول خودم. این رو تاکید میکنم
وکیل مجلس نمایندگان حق دارد که سفرهای داخلی و خارجیش از پول بودجه باشد، اما من در طول 10 سال وکیلیم یگان مراتبه هم از پول بودجه دولت، از پول ملت به خارج سفر نکردم. اگرچه نزد مهاجرین میرفتم همچون وکیل از پول خودم میرفتم و وقتی که زیاد نزد مهاجرین رفتم، سفیر اون وقتی تاجیکستان در روسیه، حالا نام نمیگیرم چون بازنشسته شده است، نمیخواهم دیگر در نزد ملت باز همچون یک گناهکار دانسته شود، با پرزیدنت نامه نوشت. نسخه نامه را بعد رئیس پارلمان به من نشان داد، خواندم. در آنجا گفته است که کبیری از حد زیاد به نزد مهاجرین آمده ایستاده است و در اینجا مردم مهاجر طرفدار او بیشتر شده ایستادند و یا آمدن او را قطع کنید یا اینکه شما هم مجبور کنید که دیگر وکیلا بیایند تا اینکه یک بالانس با وجود بیارد و مهاجران بگویند که دیگر وکیلا هم می آمدند. بعد دیگر چند هیئت وکیلا را فرستادن از بودجه دولت، رفتند به این شهر و آن شهر، ولی در اون مهمانخانه میگشتند و یک واخوری های رویکی تشکیل میکردند و برمیگشتند. اما من هر کجایی که میرفتم، در نوارها هست، نوارها در یوتیوب هست، دیگر ضرورت نیست که من این را تکرار کنم. اما در پارلمان آینده نه تنها باید که مهاجرین حق شرکت در انتخابات ها برای آواز دادن داشته باشند، بلکه باید خودشان نامزد شوند، زیرا که اونا شهروند تاجیکستان هستند و اگر در خارج رفتن کار کردن این خواهش اونها نبود، عیب اونها نیست، بلکه با کمبودی و عیب حکومت شده است و حتما باید همین کار شود. اما درباره فوند پرزیدنتی ببینید دوستی عزیز، بله من یک سخنرانی دارم درباره مبلغ فوند پرزیدنتی، حتی درباره معاش خود پرزیدنت. وقتی که من معاش پرزیدنت را 100 برابر یا 100% یک برابر دیگر بیشتر میکردن، من همچون وکیل سوال دادم که همین معاش پرزیدنت چند سوم است که ما 100% آن را بالا برده ایستادیم. چون وقتی که من وکیل مجلس نمایندگان شدم دوستی عزیز، الکی یعنی که اصول عزیز، یعنی که در بین وکیلان نیز مخفی است حجم معاش سرور دولت، درست؟ ببین حالا همین را میخواهم شرح بدیم تا اینکه ملت خوب این را بداند و نه دروغ باشد نه یگان حرف تهمت. وقتی که من وکیل مجلس نمایندگان شدم، دعوتی پیش از من، کسانی که پیش از من دپوتات بودن، معاش پرزیدنت رو معین کردن. من بعد پرسیدم، گفتم که چقدر؟ گفتم که این سیر هست، مخفی هست. گفتم در یگان جای دنیا از آن جمله در تاجیکستان هم معاش پرزیدنت جزء مسائل های سری دولتی نیست، چون ما قانون درباره سری دولتی داریم، در اونجا نامگوی مسائلی که جزء سری دولتی هستند نوشته شده است، اما معاش پرزیدنت و معاش هر یک شهروند دیگر باید که آشکار باشد. اما گفتن این سازی پیشینه این رو قبول کرده است. خیلی خوب، حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما باید قانون قبول کنیم که معاش پرزیدنت 100% بیشتر کرده شود. من سوال دادم که اون چقدر بود که حالا ما 100% میکنیم؟ جای شنیده بودم از دپوتات‌های سابق که همون وقتی که دپوتات‌ها قبول کردن پیش از ما با $12,000 معاش ماهانه تعیین کرده بودن، در وقتی که معاش خود دپوتات $100 بود در اون وقت، یا کمتر از $100، $12,000 و اونم باز با پول خارجی. بعد وقت ما دو بار در زمانی که من دپوتات بودیم 2 مرتبه معاش پرزیدنت 100% بیشتر کرده شد. یک مرتبه اگر 100% کرده باشیم، بگذار همون 12,000 اگر اصل باشد میشد $24,000، دفعه دیگه که باز 100% بیشتر کرده میشد $48,000. حالا من اون وقت سوال دادم که چرا باید معاش پرزیدنت سری مخفی باشد؟ این یک. دومش که پرزیدنت میترسد از ملتش که مردم بداند که پرزیدنت چقدر معاش میگیرد و شاید که از همون رقم کلان میترسد، شر میکند. چون وقتی که معاش وزیر $1,000 است، معاش دپوتات $1,000 است، در زمانی که من دپوتات بودم $1,000 برابر $1,000 بود، حالا نمیدونم چقدر است. معاش یک دکتر و معلم شاید $100-200 باشد، اما پرزیدنت $48,000 معاش میگیرد، در صورتی که تمام خراجاتش، خورد و خوراکش، خانهش، ماشیناش از حساب دولت است. باز و پرزیدنت های تمام دنیا، پوتین، ترامپ، بایدن، ماکرون،
مرکل معاششون آشکار است. بگیرید مقایسه کنید با معاش پرزیدنت تاجیکستان. معلم، دکتر، راننده، دهقان در آلمان چند هزار دلار معاش میگیرد، سروزیرش چند هزار میگیرد. همه چی آشکار است و کسی هم شرم نمیکند، کسی هم نمیترسد. برای چی؟ برای که فرق زیاد نیست. اما در تاجیکستان این را خلاف قانون سری دولتی کردن. همین پنهان داشتن معاش پرزیدنت خودش غیر قانونی است، جنایت است. برای چی؟ برای که در قانونگذاری کشور این همچون سری دولتی نشان داده نشده است. اما من حالا راست دیگه برادر عزیز دلیل ندارم که آیا پرزیدنت تاجیکستان فاند پرزیدنتی را همچون معاش خودش استفاده میبرد یا به شکل دیگر. چون دلیل ندارم نمیتوانم چیزی بگم. میترسم درست است که اون فوند پرزیدنتی هر ساله زیاده از 2% بودجه جدا می شود. چیزی که با ما معلوم شد در این سال 404 میلیون یا زیاده از 38 میلیون دلار است. ما میشنویم هر ساله که مقدار 1 یا 2 میلیون دلار آیا از همین فوند پرزیدنتی صرف می شود یا نه، باقی مانده کجاست؟ باقی مانده یعنی که منظورم این است که شاید که این معاش غیر قانونی سرور دولت باشد. دوستی عزیزم، طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هر یک سامانی، هر یک دیرمی که از بودجه دولت جدا می شود باید که اون مسئولی که اون رو خرج میکند در نزد ملت باید گزارش بدهد. در نزد ملت یعنی چی؟ در نزد پارلمان، در نزد پالات حساب، در نزد وزارت مالیه و در رسانه ها نشر شود که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این فاند پرزیدنتی رو چگونه خرج کرد. برای آنکه این پول ملت است، این معاش پرزیدنت نیست. و علاوه بر فاند پرزیدنتی باز فاند پیشوا تأسیس دادن که این هم تقریبا 1% بودجه تاجیکستان است که خیلی زیاد است. حالا در یک کشور قشاق یک نفر هم پرزیدنت است هم پیشوا هم معاش بلند میگیرد. اینقدر پول در اختیارش واقعا این غیر منطقی است. علاموار است در حالتی که قسم زیاد مردم با حالت ناخوب زندگی دچار هستند و در حکومت باشد هر سال فاندهای زنادارکار تأسیس داده می شود به منفعت که نامعلوم. استاد عزیز، دو پیشنهاد کوتاه نیز داشتم با شما. پیشنهاد یکم من این است که از شما خواهش میکنیم که در شبکه‌های مستقل تلویزیون ها و اینترنتی روسیه یا اینکه دیگر دولت های SNG بیشتر برنامه های سیاسی گذارانید. بگذار که طریق آنلاین باشد و مانند اون شبکه‌های مستقل روسیه گویم داشت است یا اینکه میدوزا یا اینکه دیگر ها است، چون که میخواستم که صف ما و شما زیادتر شود. در حقیقت اون سخنرانی که شما میکنید استاد هم یک درس است گویم برای ما جوانانی که چیزهایی رو نمیدونیم و از شما میشنویم، خصوصا در دایره سیاست. سلامت باشه برادر عزیز. با اجازت شما را بیرون میکنیم از یک پیشنهاد کوتاه نیز داشتم استاد عزیز. پیشنهاد کوتاه پیشنهاد دویم این است که با پیشنهاد یا اینکه تشکیل شما یک سازمان غیر دولتی جوانان فعال مهاجر تاجیکستان تأسیس داده شود. یعنی کادرهای جوان دانشمندانی که در تمام دنیا پراکنده‌اند جمع شوند و در خدمت خلق ملت در حکومت نوآمده جای داده شوند. من کاملا از این پیشنهاد پشتیبانی میکنم، اما نمیخواهم که اون با کمک ما، با دستگیری ما یا که در همچون ائتلاف با ما باشد. بگذار این مستقل باشد، چون که همه را در یک جا جمع کردن کار خوبی نیست. من طرفدار آن هستم که سازمان جوانانی که تشکیل می شود مستقل باشد. بگذار با ما راضی نباشد، اما جامعه تاجیکستان بخصوص جوانانی که در خارج هستند نیاز به چون یک سازمان مستقل دارند و بگذار از خودشان نمونه نشان بدهند و حتی کمبودی ما را اصلاح کنند، کمبودی که ما کردیم اونها تکرار نکنند. بسیار پیشنهاد خوب است دوستی عزیز. با شما خداحافظی میکنیم و سلامت باشید استاد عزیز. بردباری و کار فعالیت سلامت باشید. خداوند نگهبانتون باشد.
برادر احمد جان بفرمایید. برادر سلمان بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سوال من در این موضوع است. چنین سوال داشتم که برای چه سال 2020 وقتی که پرزیدنت تاجیکستان عید نوروز رو تشکیل کرد و در سال 2021 تشکیل نکرد، تو این جشن رو به قید نگرفت و این همه استقلالیت رو جشن میگیرد. برای چه این موجود بید یکان بازی سیاسی باشد نوروز سال 2021 رو جشن نگرفت و استقلالیت رو جشن میگیرد؟ خب این سوال رو باید از امام رحمان کرد که در وقتی که در ماه مارس کرونا ویروس در تاجیکستان با گفت خود حکومت نبود در اون ماه و اگر نوروز هم که برگزار میکرد، اگر چه ما میدونستیم که کرونا ویروس هست ولی خودش میگفت که در ماه ینور 2000 بفکن در ماه ینور سخنرانی کرد، گفت که در تاجیکستان دیگر کرونا ویروس نیست، ولی بعد نوروز رو برگزار نکرد. اما امروز که کرونا ویروس هست، حالا جشن استقلال رو میخواد با مارشروفکا و راهپیمایی برگزار کند. به نظرم این سوال رو باید از خود اون کس پرسید. ما که نظرم رو گفتیم که مخالف هستیم که این جشن با همین شکل برگزار شود. ما طرفدار اون هستیم که یک جشن مردمی باشد، در خانه مردم خرسندی کنند، پیشواز بگیرن، اما در خیابان ها نباشد. امیدوارم این سوال رو مقامات دولتی شنیدن و بگذار خودشون جواب بدهند. یگان سوال دیگر دارید برادر؟ اگر نداشته باشد خداوند نگهبانتون باشد. با شما خداحافظی میکنیم و اینجا دوستان زیادی دیگری در نوبت هستند. برادر محمد. الو بله بفرمایید. الو محیدین کبیری. بله صداتون هست. محیدین کبیری. بله من با شما گپ دادن میخواستم. من یک دوست خان میگم، بسیار گپ نمیزنم. میدونم که شما بسیار حاضر گپ زدید، بعضی چیز با عزت ناو سیمو کم بیش رسید. اگر همین رو من گفتنی بودم، من یک نماینده نوی وقت گپ زد کی گریزور گرفت بود و من میدونم، از من پرسید، من خصوص میدونم گریزور کی بود. برای من یک چیزی که نمیدونم. اگر میدونید مرحمت بگید. کسی که به شما گپی ناز گپ میزنه شروع گوش میکنید. یکی کم تر چی شد بعد نصیحت میگذارید. من خصوص هستم از شهرک وحش. من میدونم که همین مردم گریزه سوخوز ترکمنستان چخیلی بردن، در سوخوز وحش خیلی بچه مو زیاده 100 نفر کشتن. من میدونم، من شاهد هستم. یک شما در رو میگیرید سوی زریعتی سوی دیگر. نه بگید حالا اگر شما گپ میزنید، اگر شما من شما رو قطع میکنم. اگر میدونید معلوم رو کی افغانستان گریزه کرد بگید شما. لیکن شما یک چیز بگید که همین چیزی که نمیدونید گپ نزنید، مردم به جنگ دعوت نکنید. بس هم 99 همون روزای سیاه در تاریخ خلق تاجیک است. ای زیاد دیگر نمیشود. من باز میگم اسخان کننده شهرک وقت قدوس، من در همون جنگ سال 99 بودم. من موین رئیس نویا کار کردم. میدونم همشه. من یگان خیلی من معلوماتم تاریخ است، اختصاصم تاریخچی است. همه تاریخ خلق وطن خونده اومده سودم. چندین شاگردا دارم. نه فقط برآمدنی هستم، یا گله شاگردای تاریخچی دارم. لیکن حقیقت گفتن در کار. همین شما در های برکالله گفته گپ میزنه، شما گوش میکنید خیلی یک کاکوچی گپ زد از در دیوشه، شما کی را کشت خونه کی را کشتون. شما من پرسید. برای همین است شما یک برنامه کسی های برکالله گفته شما گوش کردید. من از شما میپرسم خیلی خوب انقلاب میکردید و با مردم به جنگ دعوت میکردید، عیب نمیدونید. یا برادر عزیز همین سوال شما را برادر عزیز من تاریخ خلق وطن برادر عزیز همین حالا من صدای شما را قطع کردم. یک لحظه حالا صداتون را قطع کردم. ببینید اینجا برای آن آمدیم که شما ما را تعریف کنید یا مردم ما را تعریف کنن. من صحبت میکنم، شما صحبت میکنید، مردم گپی نه شما رو میفهمد نه از ما رو.
خیلی خوب، شما حالا آمده میگید که من تاریخچی هستم و میدونم که در وخش مردم وخش رو کی کشت. خیلی خوب، حالا بیاید بگید که مردم وخش رو، مردم باختر رو، مردم کلخوزآباد رو، قمسنگی رو کی کشت، کی مهاجر کرد، کی اون طرف افغانستان روان کرد. اینها رو بگید مردم بشنون. اگر من کرده باشم بگو که کبیری خودت کردی، اگر امام علی رحمان کرده باشد بگو امام علی رحمان کرد، سنگک کرده باشد سنگک، استاد نوری کرده باشد بگو استاد نوری کرد. هر کی کرده باشد مرحمت. من به شما نوبت رو میدم، آشکار خوشرو گپ زدن بگیرید. مرحمت، دیگر نوبت به شما. کماندیر فرود خاکی بردن. یگان بچه ما ویرا از خفه مردم یگان چیز کرگی نیست. از خفه ویرا رفته به مردم چیز خولی کرگی نیست. هیچ دگی نیست. شما چیزی نشدگی را گفته سودید. برای میبخشید پیش از یک سخن میکنید یک انالیز کنید. اینم خدمت گردم. من نصیحت شما رو گوش میکنم. برادر یک انسان که یک چیزی که میدونید همون را گپ زنید، نمیدونید پرسید جواب میتیم شما. حالا من از شما میپرسم. برنامه من خواهم گوش میکنم، چیز خواهم گپ میزنم. چیز نه برادر محمد. برادر من عزت نفس من گفتید از من بپرسید. برادر حالا گفتید چیزی را نمیدونید از من بپرسید. من از شما سوال دارم. کماندیرو قطار کرده مردم اینمی عادی را پیش کرده بردن. من بچه‌ش من دیدم گریه کردم که های مردم چی میگیرن میبرن چی میبرن. من چیزی که در نوع وقت دیگه میدونم کور نیستم. بچه‌ش من دیدم. یک شما دعوت میکنید که من انقلاب میکنم. شما کی انقلاب میکنید؟ 92 97 بس نیست؟ این قدر مردم رو با شما انقلاب کردنید. میتونید خوشرو انالیز کنید، یک چیز فهمید. برنامه خوب، لیکن هم برنامه‌تون رو درست ترتیب کنید. کسی شما را تعریف کنه بارک الله کبیری ناز باید از خواهند و دستید. خیلی نکنید. شما حرکت کنید که یک حقیقت به شما حقیقت نیست. اینو شما من برای من اصحابای من ویروس است نسبت به شما نصیحت کردید. من چه کودک میدان نصیحت میکنید، چیزی نمیدونی گپ میزنید. بو نصیحت برنامه شما بوده است. خیلی عذر در برنامه‌تون برآمد کردیم، لیکن ایجایسن یک کم تر فکر کنید. کلاتون خطی کلا دوم گردن نیست. تمام شد برادر محمد. من گپی خوب گفتید برادر محمد. یک لحظه اکن اولا کمتر شما را گوش کردیم، کمتر گوش کنید. یک گپی خوب گفتید، چیزی را که گفتید نمیدونید بپرسید. شما در نوعی بخش بودید. من از شما میپرسم چون نمیدونم. اجازت هست بپرسم؟ پرسید. خب من میپرسم شما جواب بدید. من چون در پاکستان بودم. ولی حالا من میپرسم مردم ولایت ختلان رو، مردم قرغان تپه رو، اون چندین ده ها هزار مردم رو کی کشت، کی از خانه بیرون کرد، کی خانه‌هاشون رو آتش زد و کی آنها رو افغانستان روان کرد؟ حزب نصرالاسلام کماندیرو تمام مردم را گرفتن بردن. قرغان تپه دوشنبه در دستشون بود، هیچ ناومد، هیچ دستشون ناومد، برای که از خلق دور بودن. همون مردم رو ببینید برادر محمد در سالخان روز 27 میلیون جنگ کی سر کرد؟ کی سر کرد جنگ؟ اگر ما بخوایم صحبتی خوب کنیم مناسبت میکنیم دیگر میکنیم، لیکن گپ در دیگر بود آخی. اگر ما بخوایم صحبتی خوب کنیم برادر عزیز بیا آرام گوش کنیم یک دیگر رو. هر کس شما نه شما همین چیزی اومد گفته شده شما میبخشید خیلی نمیشه. شما خیلی نکنید. شما باید کلک نکو فرمونید. شما نکوب که همین روزی سیاه‌ترین در تاریخ خلق توجیک همین سال 92 97 است. شما همون رو با تکرار میخوید. عیب نیست، شرم نیست. این رو کی گفته است تکرار میکنه؟ ببین برادر عزیز. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخشش ما همین سخنه استاد یک چه همراه کردنیم. همین دعوتایی که از شما کردین جنگ است. جنگ دیگه چی نیست. آیا با خونریزی با همین بگیم که با قربانی‌های زیاد آوردن نمیرسونه؟ من جواب کیم برادر؟ التماس که کوتاه شما سوال تین ما جواب میتیم، ما سوال میتیم شما جواب تین. خیلی خوب. من گفته ایستادم که امام علی رحمانوف همین مارشروف کرا نگذراند که
مردم کرونا ویروس شده ایستادن، مرده ایستادن، بهترینای تاجیک. کجای همین صحبت من در جنگ با انقلاب 15 دقیقه این مردم جوانان همه وطن یک دقیقه با اونها شما نیستن. مارشیروفکا یگون کس مجبور نمیکنه. هیچ کس خیلی کسی خوب. میخواد با اختیار میره در چوربینی مثال دولتی و جمعیتی میره اشتراک میکنه حسی وطن دوستی شای. ای در یک کشور مونه همه خود در اروپا ببین که همو مارشیروفکا نمیکنن، همو چوربینی ملی شونده نمیکنن. همو در اینجا در وقت کرونا ویروس کاملا ممنوع است. دین روز مرا پرزیدنت فرانسه را نشون داد چخل رفتن یک ایدی ملی شونه اما به مارشیروفکا هم خیلی جشن گرفته میشه و در همون ساعت جشن گرفته میشه. من در اروپا هستم، در اینجا حکومت حق ندارد مارشیروفکا برگزار کند. این یک حکومت حکومت کی گفته یکمش بسر بیا یک چیز آرام باشید. یک برادر عزیز بیاد آرام گپ زنیم. من گفته ایستادم که در تاجیکستان کرونا ویروس هست، مردم را حالا بگذار مردم اختیاری رفته ایستادن. حکومت جمهوری تاجیکستان بیاد کرانتین اعلام کند، بگید اختیاری هم نروید برای که باعث پنج شدن کسلی شده ایستاده است، مردم مرده ایستادن. بگذار من باور کردم که شما اختیاری میروید خودتان، اگرچه هیچ کس باور نمیکند که یک آدم در همین شرایط کرونا ویروس جان خود و فرزندان را در خطر گذارد. ولی بگذار حکومت یک لحظه گوش کن. حکومت باید که ما دعوت میکنیم همچون شهروند که کرانتین اعلام کند و پیش ره همین مارشیروفکا رو بگیرد. کجای همین دعوت به جنگ است؟ با من همین سوال جواب ده. این یکمش که کرونا ویروس ای در یک تاجیکستان ای تمام دنیا در پهنچیدگی پاندمی شد. این شما گفتید که دعوت به جنگ میکند. بس یک لحظه گفتید کبیری دعوت به جنگ میکند. من به جنگ دعوت نکردم، من میگم مارشیروفکا نشود. کجای اوکی گوش کن. هم انقلاب یکم گوش بنیان خری نیست یا جرغوت خری نیست کو چی کار؟ انقلاب چیه؟ انقلاب ببین مردم میگن که امام علی رحمان استعفا بره، تمام انقلاب همین دیگر رحمان و خانواده امام علی رحمان پیشوای ملت اینمی خورد و گلک زنک مسفید کسی را بره بگو بنام خدا قسم دعاش میتم میگه خداوند 100 سالش کنه 1000 سالش کنه که دولت ای قطینج آرام و آباد کرده، ای ظلم گفتی گپا ای زیر وای ملاهای چلا سواد آزاد من کرده همش بنام پروردگار قسم از زمین تا آسمان راضیه. یگان کس برادر عزیز حالا ما قبول کردیم که همون شما 100% از امام علی رحمان راضی، همین میلیون ها حالا ده ها هزار مهاجری تاجیک در شبکه ها در فیسبوک در رسانه ها در همینجا صحبت کرده ایستادن. اینا جز ملت تاجیک نیستن؟ ملت تاجیکن. اما که گوش که همین مسئله ده با دقت گوش که اگر ما خطا کرده باشم امیجاش تو بگو که خطا کردی، شما بگین که خطا کردی. مهاجرت یک روند طبیعی است. این روندی است که ما میخواهیم تاجیکستان نمیخواد یک کشور خرد کش شکل صدا ای 4 میلیون 10 میلیون شدیم 5 میلیون میخواهیم نمیخواهیم بازار مهنت تاجیکستان امکانیت جای کار را تامین کردن داره 5 میلیون 4-5 میلیون دیگه قوای 7 میلیون باید ببره کار کنن. یکی مشکل در چیه؟ باید با سواد شوه بروه متخصص شوه بروه کاری وازی نکنه بروه کاری سبک کنه پولی بسیار بگیره، لیکن میروه بیچاره همین مکتب تمام کاری نکنه میروه خیلی اوجا زبان همون کشور نمیدونه هنر نداره کسب نداره. این بدگی که یک 2 ماه 3 ماه خیرش 2 سال 1 سال از اون بکشه بعد گروه ها دمی غلطت در آسانک میگیرن شون این همی گروه های مثال نهزتی بود دیگه و دیگه. من جواب بگم به همین سوال شما برادر عزیز. برادر گرامی من به همین سوالتون جواب میگم با دقت گوش کنید. آرام گوش میکنید؟ گوش میکنم. اولی که من به شما سوال مشخص دادم از جواب گریختید. من گفتم که کجای همین
دعوت من که تمام دنیا از پرزیدنتاش طلب میکند که کرانتین کن، معاش بردار. امی دعوت خود فتنه فتنه یگون از این معلوم میشود که اپوزیسیون فرانسیا، گرمانیا، اپوزیسیون تمام دنیا همه فتنه کار بودن. خب این مسئله دیگر از سوال ما گوش کن. ببین یک لحظه برادر، یک لحظه از جواب گریختید. من جواب میدم شما. من نگفتم که در دنیا در دیگر کشورها مهاجرت نیست، در تمام دنیا مهاجرت هست برادر عزیز. یک لحظه گوش کن. اما در یگان جای دنیا این نیست که 50% اهالی قابل کار کشور در هجرت باشد. مثلا در کشورهای دیگر 10% است، 15% است. تاجیکستان ما همگی 4.5 میلیون انسان داریم که حق آواز دارد، یعنی از 18 ساله بالا. 2 میلیون مهاجر داریم، نزدیک 50% اهالی قابل مهنت تاجیکستان در خارج است. یا سوال همینجا سوال فراموش میشه، آخر سوال فراموش میشه. یک لحظه. وقتی ما میگیم که جناب امالی رحمان با جایی که همین قصر میسازی و مارشروف که میکنی و میلیون ها دلار خرج میکنی، همین کارخانه و زواد بسیار مردمی تاجیک بیاد کار کنه، همین کجا همین فتنه است. انا گوش کنه. خب همین یکمش که همین اموری که شما 2.5 میلیون میگن، همین امور اکجا میگیرین. یکمش دیگه‌مش که پرزیدنت روسیه گفت که در حضور رحمان و گفت که 1,300,000 پرزیدنت روسیه فقط تماس روسیه را وای رسمیشه شما دسترس کرده که افیسال من اقتباس از پرزیدنت روسیه گفته هستم در پرس کانفرنس فقط اگر 1,300,000 در روسیه باشد، در قزاقستان، در کشورهای دیگر، ترکیه، اروپا، در مجموع میگن که آمار رسمی و غیر رسمی نزدیک 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خارج کشور کار زندگی میکنند. خب بسیار خوب. حالا یک لحظه اینش دروغ، حالا بگذار اینش دروغ باشد. بانک جهانی میگه که 50% مجموع درآمد یعنی بودجه تاجیکستان، پولی که مهاجرین میفرستند به داخل کشور، نزدیک 50% مجموع محصولات داخلی هست. به اینش چی میگه؟ بانک جهانی میگه. حکومت تاجیکستان این کار نمیکند. خب من به سوال شما جواب میتونم. همین ما از روی همین چی میگن همین اخبارای ژورنال و گازیتا دا چاپ میشه میبینیم 35% مجموعی همین بگیم که محصولات داخلی را بگیم مجموع محصولات حسابی مهاجرت مهنتی و این یگم جای زلال نداره. چی جای زلال شده؟ اقتصاد خارجی است برادر، شما کم ترک آمیخته میکنید. 35% این قرض خارجی تاجیکستان است. خود بانک ملی تاجیکستان وقتی که از 50% گذشت خبر درباره مبلغ هایی که از خارج وارد میکنن نه 50% میشید 50% میشید. این همینجا باید که در همین تاجیکستان روزی همین 4 میلیون آدم میموند یا 3 میلیون آدم میموند، همش باید میبرامد میرفتک. اخینا یک چیزی همین یگون شما برادر عزیز شما بازم آمیخته میکنید مسئله را. وقتی ما میگیم که 50% از کسانی که حق انتخاب دارن از 18 بالا، شما اینجا ببین شما اینجا نورسان و اینجا طفلا رو وارد نکنید. ما وقتی میگیم که شهروندان قابل مهنت در تاجیکستان از 18 بالا 4 میلیون قابل مهنت 4 میلیون قابل مهنت 2 میلیون در روسیه نه اخی ندرست اخی این ندرست میگه اخی هیچ وقت 2 میلیون که باشه هممون این 1 میلیون در روسیه. اینا بگذار 2 میلیون 1 میلیون 80,000 تماس روسیه 680,000 گفت. لیکن از روی معلومات ما حکومت جمهوری از همین اساسا برای هوایی میروند همین مهاجرت مهنتی حساب کردم 520,000 در سال 2020 520,000 مهاجر مهنتی بود. خب بگذار برادر یا بگذار هم 500 شما رو میگیریم. بگذار پوتین دروغ گفت، تمام بانک جهانی دروغ میگه،
شما با امام علی رحمان راست میگید 500,000. من میگم که برای چه امام علی رحمان برای همین 500,000 در داخل کشور جای کار پیدا نمیکند، همین پول ملت رو با رقص و بازی میگذراند. کجای همین فتنه است؟ کجای همین جنگ است؟ همین دروغه، این گپ همین دروغ محض. آخه نخوا که همین آدم باید مردک باشه، مردک همین باید گوش کده مردک باشه. همین دروغ چخیل همین ایزان میکشین دروغ میگن که پول دولت فلان کردین بهمدون کردین گفته او پول در سر راه میگیرید رقص بازیش میکنی. اخی همین 10 میلیون دلار یک لحظه، همین 10 میلیون دلار که همین مشروع میشود پول کی است؟ همین سوال مارشیروف کده یگو چی از خود نمیشه، چی از خود میشه؟ بس یک لحظه شما میگید که ما دروغ میگیم. همین پولی که برای مارشیروف که برای لباس برای همینو خرج میشود پول یگان امام علی رحمان از بابای رحمان میرفت. محیدین کبیری اوقی دولتی که صنعت نداشته باشه، فرهنگ نداشته باشه، تمدن نداشته باشه، یک چی میگن رسم و آیین ملی نداشته باشه، او چخیلی دولته، او چخیلی ملت بده بعد چی همین ریچ برادر عزیز یک لحظه بیا خوب صحبت کنیم. همین ملت تاجیک هزارها سال باز با همین موسیقی، با همین فرهنگ، با همین لباس به امام علی رحمان و به کبیر و به شما همین فرهنگ نگاه کرد. از پول بودجه نبود، وقت بودجه هم نبود، همین با ما و شما میراث ماند. حاضر بگذار رقص و بازی باشد، فرهنگ باشد. اول همین رقص و بازی زیب دارد در یک ملتی که آباد است، فرزنداش نام دارد، در جای کار دارد. لازم است برادر عزیز که محیدین کبیری همین خودت کو هم همین امکانیت های جمهوری را میدونی. مثالی گفت که ما چند اگر برادر عزیز اگر من نمیدونستم نمیگفتم. من میدونم که تاجیکستان جزء 15 برادر عزیز است. یک لحظه میدونستگی تو نداشته چیزی چیزی میدونستگی تو نداشته حالا که نقض میدونی خیلی با شما صحبت کردیم. ببین برادر عزیز ما خیلی با شما صحبت کردیم، دیگر دوستا در نوبتن. من با شما امکانیت میدم که در برنامه بعدی یک گپ من میگم بعد تموم. امکانیت های تاجیکستان ایمودا خوبتر میدونی که ما نه نفت داریم، نه گاز داریم، نه یگان کندنی فایده‌ناک داریم. او طلا و ذخیره‌ای که همین اعلانش میکنیم که ما انیخ کاندنی فایده‌ناک داریم. برای 1 گرم یا 100 گرم او را کارکرد کردنش صدها هزار سوم خراجات میگیری، بعد 1 گرم شه بگیری. دیمش که وقتی که امام علی رحمان با سر دولت انتخابش کردن راهبر دولت، بانک‌های تاجیکستان نه در داشت نه تریزه داشت، اول پول اوسو بیست در تریزه نداشت. خلق گشنگی ده گفتی گپا یک قسمش اول بهتر کمون مرده بود. انا قسم دیگه کسل خروج کرده، کسل خورشک خروزه که شکمدامه که دیگه و دیگه شید. مردم مرده مردم بخداد همین سگا خوردن، جنازه کرد نیافتن. سگ مرده همین تاجیک خورد سگ. ما بعد چه مونیدیم یورا همین حوض با همین خدمت با همون گپای همون سالای همون 92 و 91 عیناً همون خیلی تکرار کردی سای. ولی همون کی مولا عبدالله گفته بود که چی گپ بزنی میبره در دلی کلوبیو میزنه. بعد گفتنش که هم خیلی گفته بود نه اینا مونتاژ کردم. بسم الله الرحمن الرحیم تو دون خدا یگا مونتاژ نبود. ما 3-4 متر اینا به قطعی معلوم 3-4 متر دورتر همو گوش که حساب ده پس درخت ترسیده گوش که حساب ده روش شد. گفت که وای گپا نگفتم انا مونتاژ کردن. خود دول هیچ یگان گفتی گپا ریچاگی دولت داری نداری آدمو را این خیلی فشار میاری. ما بفورم میگی گوشت نکنم نفورم آخه بیایه یا مردک شیم اولی هم باشه کو حاضر هم باشه. این دولت تاجیکستان مردمی تاجیکستان یک مردمی گفتی گپا دایره. اگر همین مردک شاید تدان خدا بگو که ایامی راه گشتم، ایامی راه باطل، ایامی راه فتنه، ایامی راه مثال جنگ خونریزی گشتم، این همین عقیدم گشتم، بیای همیشه با خطا یگان کس یگان همین حیفتت نمیگه. بیا با برابر همین شهروندای زندگی و کار تکر رفتن بگی. سلامت باشی برادر عزیز. خیلی صحبتی خوب کردیم. با اجازهتون شما منتظر باشه دیگه برادران. من خیلی از صحبت شما واقعا استفاده کردم. اما ببینید برادر عزیز بیاید یک مشورت کنیم. همین صحبتی که من کرده ایستادم حالا شما تنها نه، امنیتی تاجیکستان تماشا میکند، وزارت داخله، دستگاه پرزیدنت، صحبت های ما و شما را همه رو میرن تحلیل میکنن که کبیری چی گفته ایستاده است.
این برادران چی گفته ایستادن و شاید در صحبت‌های بعدی باز این گونه بحث‌ها باز بیشتر می‌شود و این خوب است. در مجموع این خوب است و ما وقتی که یکدیگر رو نصیحت میکنیم، دعوت میکنیم، از مردی گپ میزنیم، از جوانمردی، بعضی چیزا رو اعتراف کنیم که ما هم کمبودی داشتیم، کمبودی داریم، اما وقتی که از مردی گپ میزنیم که حالا کبیری دیکتاتور هست یا که اجازه نمیدهد، شما اومده در برنامه کبیری شما رو گوش کرده ایستاده است، گپ میزند، محمد اقبال صدرالدین گوش میکند. خب کم کم محمد اقبال که تیز شود با یگان گپای آبدار هم میگد، اما من دیده ایستاده که شما را گوش میکنم، تحمل میکنم. وقتی که درباره مردی گپ میزنید، یک بار تصور کنید که یک نماینده مخالفین ضد امام علی رحمان در تلویزیون امام علی رحمان بیاد و همیشه گپ زند، امام علی رحمان رو تنقید کند، بگوید که شما این کارا کردید، فلان کردید. آیا همین چیز امکان دارد؟ برادر عزیز، اون رو یا که از سیبیر پیدا میکنید یا از زندان یا از یگان جای دیگر، اما ما با شما گوش میکنیم، اگرچه با 90% حرفاتون راضی نیستیم. یعنی همون چیزایی که میگید استاد نوری گفت که تیر در کلابیا، در سینه کلابیا بزنید، همونی که در وقت این کارا کردن، همون کست کونه رو از زبانی صدها نفر شنیدیم تکرار از تلویزیون تاجیکستان، از زبان شما، ولی بازم میگیم خب شهروند است، هموطن است، بذار یک بار حرفش رو بگید. شما هم یک مقدار کمتر از همون جوانمردی که ما رو دعوت میکنید برخوردار باشید و بگید خب به همون کسانی خودتون که خیلی که همینا با ما اجازه میتین در برنامه‌هاشون صحبت کنیم و ما رو هیچ چیز نمیگن، فقط بحث میکنن، بیاید همینا رو اجازه بدید در برنامه‌هایی که از پول ملت است. همین برنامه ما و شما از پول بودجه نیست، در همین برنامه یک تینی شما هم نیست، یک تینی یک کسی دیگر هم، اما در اون برنامه تلویزیون تاجیکستان پول همه ملت است و هر کس حق دارد از اون استفاده برد. شما گفتید که من میدونم که تاجیکستان چی امکانیت دارد. بله میدونم که گفته ایستادم. شما 100% درست گفتید که تاجیکستان نفت ندارد، گاز ندارد، این ندارد. منم میدونم که نداریم، ما کم بضاعتیم، کم بغلیم، ما 14مین کشور کم بضاعت دنیا هستیم. حرفی منم همین است برادر عزیز که بیاید همین رقص و بازیتون مرشرافکتون برابری امکانیت‌های ملت کنیم، پاتون قدی کرپاتون دراز کنید. از این طرف ملت قشاق در روسیه کار کرده ایستاده است، این طرفش در کرونا ویروس. حالا ما درباره معاش پرزیدنت گپ زدیم، درباره که از برابر ترامپ و از مرکل هم زیادتر میگیرد، خراجاتی که برای رقص و بازی پیشواز پرزیدنت خرج میکنید چندین مراتبه از خراجاتی که مرکل دارد. خب شما از ما ببینید تاجیکستانی ما از آلمان کمک خیریه میگیرد، از امریکا کمک خیریه میگیرد، اما دغدغه و واهمه و شهامت و نمیدونم این هنگامه شما 10 برابر زیادتر از پرزیدنت امریکا است و از پرزیدنت فرانسه است و مرکل است. برادر عزیز، ما هم همون حرف شما را گفته ایستادیم، بیایم با یکدیگر فهمی، بیایم با صلح و صلاح یکدیگر رو دشمن نتراشیم. خب این حرفا رو برید با امام علی رحمان بگید که خب همینا هموطنی ما هستند، همینجا بودن، گفته ایستاده بودن، زندانیشون کردید، بیرونشون کردید. حالا بگذار امکانه در دست خودش است. اگر که میخواهد که ما این حرفا رو نگوییم، در داخل وطن باشیم، امام علی رحمان میدونه چیکار کند و شما هم میدونید چیکار کنید. از اون که من میگید بهترش با همون پیشوای خودتون بگید که قدرت امکانات در دست اون است. خیلی صحبت طولانی و خوب کردیم، دیگر هم نوبت بتیم. بعد وقتی صحبت مونم از 2 ساعت و 15 دقیقه گذشت، ولی یک 15-20 دقیقه دیگر صحبت خواهیم کرد. در نوبت خیلی از برادران ایستادن. یک نفر خب بفرمایید، ولی فقط نام اون نیکتون تغییر بدید، کبیری به پرزیدنتی از چی است؟ خواهش میکنم دیگر این نباشه در برنامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. و علیکم السلام. من انشاءالله این استگیم هم ایوازم نمیکنم، در حق شما خیانت هم نمیکنم. انشاءالله تا وقتی که اینترنت هست در آزادی هستم، این سخن من ایواز نمیکنم انشاءالله. زیرا من مخلص شما هستم. برای چین مخلص شما که من میدونم نیت شما چیست، عمل شما چی طوری است، چطور عمل کرده استین. اما من حیران استاد عذر میپرسم که کمک من چیش دگم غضبناک شدگم. انشاءالله حرکت میکنم که اگه گپی خطاگی نزنم. حالا نگاه کنید این جوانای ما، حالا امیر
پرسم از چی غضبناک شدید؟ از صحبت‌های همین خیل انسانایی که بزرگ میگیرن خودشون و حالا من میدونم که اینها باید 30 سال 35 سال کمش قطعی از من کلانن، اما حرفای میزنن که من نمیدونم آخی حتی به سواد باید این خیلی گپ نزدند، حتی به سواد میدونه چه خیلی گپ زنه چه خیلی رفتار کند. با این خیل قد و بست و کلان سالیشو با میخیزن خودشون شرمنده میکنن در بین خلق میدونه علکه میدونه خلق کی است چی کار میکنه. اینا که میمونیم با دوام نتیم روز 1 ساعت به اون افسانه خواندن اینا ها. مسئله یک مهمی است استاد کبیری که همین قدر شما جان میکنید گویم دعوت میکنید به سوی مثال آزادی و نیکی و خیرخواهی و این قدر برادرای مخالفان این قدر برآمد میکنن بگیم جوانای ما را بیدار میکنن، اما اینجا خطرناک امام علی نیست، خطرناک اساسا پدر و مادر همین جوانای. با خدا قسم استاد مهربان همین جوانایی که میخیزن در همین اینترنت گپ میزنن مثال برزید حکومت برزید همون رحمانوف بگیم، از اون سو پدر و مادراشو زنگ میزنن که ای صغیره نکه دوخی بگیم همین خلقی همین خودمون میکشن پدر و مادرای خودمون. امام علی نه، امام علی خپای داش تهدید نمیکنه به همون یک خیل اویلو را، در بسیار اویلو را تهدید نمیکنه، اما در همین روسیه هم باور میکنه در نام ما уже уголовное дело هوی کردن، داو جمعه را در روزس دادگان خونم فشار آوردن، خانه زنم خانه خشتامنم خود پدرم 80 ساله اوجا را فشار آوردن، اکم فشار آوردن، قطعی زنش کودک معیوب داره، هر روز امنیت فیروزشو میکنن. لکن انشالله ما این راه نمیگردم. گپ در این است که کدامی که در همین جمعه بینه الکای من را میشناسه و میگه ای چی در کار همین خیلی میکنی، ای چی در کار گپ میزنی، همین برادرای مهاجری خدمت. من نمیدونم که شما چی خیلی حساب میکنید که 70-80 نفر مهاجران الکای بیدار شدگن. من همین رو حس نمیکنم استاد، من خیال میکنم 80-90% حالی خوب است. همین یک میخواهم که شما مراجعت به همین پدر و مادرها کنید که اساساً که نشکنن همین دوخی همین جوانان رو نشکنن، نو میخیزن خودشون شعر میگیرن میخیزن، بله قوی اراده میشن که ای اوس پدر و مادراشو تهدید کنی را سرشون میکنن. امام علی نه. تشکر. سلامت باشه برادر عزیز. البته من قسما در این فکرهای شما راضی هستم، چون که یک قسمت دیگرش به فکرم کمترک شرح میخواهد که چگونه هیچ کس به پدر و مادرها تهدید نمیکند، اونها از پیش خود این کار رو میکنن. ما این معلومات هایی که داریم در رسانه ها که پدر فلانی را بردن، مادر فلانی را تحقیر کردن، خود خانواده ما را که اصلا بعضی هاش هیچ ربطی به سیاست ندارد. شما یادتون نره که در تاجیکستان قانون جنگل و قانون اسیر میانگی هست. وقتی یک نفر را حتی انسانی بالغ هم باشد طبق قانون نه، بلکه با همون قانونهای جنگل اولادش را خیش و تبارش را هم اذیت میکنن و بعدا این همه چیز را بر دوش پدر و مادر گذاشتن و اونها را درک نکردن هم به فکرم کم ترک یک طرفه می بود، چون هر پدر و مادر دلش به فرزندش می سوزد و او وقتی که جوان بود با غیرت بود، خودش وقتی که یک نفر جوان است با غیرت است، جوش و خروش دارد، اما وقتی که 30 سالش می رود دیگر می ترسد از مردن، از زدن، از فرزندش می ترسد و این طبیعی هم هست. برای همین نباید ما زیاد سختگیری کنیم. اما در قسمت آن که بعض نفران نسل کلان بخصوص کسانی هم که در داخل کشور هستند از پدر و مادران، اونها همیشه فرزندان خود را در خارج نصیحت میکنن که بچم کار کن، پول بفرست، ما در اینجا بخوریم، بریم رئیس جماعت را بتیم، رئیس بازار را بتیم، نچالی پلیس را بتیم و اون فرزند بیچاره در همون پدول و در بازار در خونکیا کار کرده فرستادن بگیرن. اینا از این طرف هم پول میگیرن به هم که زیدی حکومت چیزی نگو، بخبر از این که همین فرزند جان و جگرش رو همین وزیران همین حکومت به صلاحیت مجبور کرد با این مارشروفکا و با این پولها رو خرج کردن به جای که جای کار بسازد رفته است در روسیه کار میکنه در اون جنگل ها، از اون کار بیزار شده است، میخواهد دیگر زندگیش رو تغییر بدهد، میخواهد در وطن باشد،
میخواد در پیش شما پدر و مادر عزیز باشد، در پیش زن و فرزندش باشد. مگر این جوان تاجیکی که حالا بداد آمده است با من صحبت میکند، حتی از من هم اعتراض دارد، مگر این نمیخواهد که در داخل تاجیکستان باشد؟ مثل این برادر وخشی که خب کارمند حکومت است یا در همون جا است، در پیش زن و بچهش در خارج بوده ها را، در روسیه کار میکردگی ها را نصیحت کرده است که شما فتنه اندازید. و برادر عزیز، تو جات گرم است، در پیش زن و بچت هستی، یا حتی اون پدر و مادرم بچت پول فرستاده ایستاده است، میروی بازار خرید میکنی، این پول را فایدهش رو شما میبینید و امام علی رحمان و بانک های خانواده رحمان. این مهاجر در جنگل ها این از خنوق میزند، در پدال ها میپوسند بیچاره ها، برای شما کار میکنن. وقتی آمدن گفتن که من از این زندگی بیزار شدم، دیگر نمیخواهم در خارج زندگی کنم، کار کنم، در پیش زن و بچه‌ام، در پیش پدر و مادر میخواهم باشم. یک گروه اینا را فتنه‌گر، اینها را دشمن ملت، پدر و مادر باز نصیحت میکنن که بچه‌م به این کارها ارالش نشوید. بیاید اکنون وقتی اون رسیده است که هر کس از موقع خودش گپ زند. اگر جای من گرم است، زندگی خوب دارم، اون درک نمیکنم یک نفری رو که در خارج است، در جنگل هست، در پدوال هست، همه چیز رو از دست داده است. اون برادر وخشی درک نمیکند اینجا در آلمان، در اروپا 10,000 تاجیک گریزه شدند، آمدن از دست یعنی همین نظام و از دست همین حکومتدارا خانه و درشون را گرفتن، زندانی کردن، بی‌وطنشون کردن. باز میگن که شما فتنه میاندازید، شما باید خاموش باشید. خیلی راحت با تمام پررویی به شرم و حیا میگن که بیاید در داخل تاجیکستان در اینجا گپ زنید. زید سیدوف رو چیکار کردید؟ دیگران رو رفتن چیکار کردید؟ خب ما هم میخوایم به تاجیکستان برگردیم، برویم. همین جوان میخواد به تاجیکستان برود، اما چیکار کند؟ نه در تاجیکستان جای کار هست، اونی که با سیاسی هست و تنقید میکند او رو زندان انتظار است. برای همین متاسفانه ما در یک بنبست قرار داریم که همه حکومت در بنبست است، مهاجر در بنبست است، پدر و مادر در بنبست است، اپوزیسیون هم از اون جمله در همین بنبست قرار دارد. برای آنکه ملت از این بنبست برآید، من چند پیش پیشنهاد کرده بودم که باید یک گفتگوی ملی رو راه اندازی کرد که هم حکومت شرکت کند، هم این به نام دلسوزان ملت که در خانه نشستن نصیحت میکنن اینا شرکت کنن، ما و مهاجرین همه شرکت کنیم، شاید یگان راه حل انشالله پیدا میشود. سلامت باشه برادر عزیز. خب یک چند نفر دیگر رو میگیرم. یک نفر با نام حضور رحمت کلان. السلام علیکم استاد محیدین کبیری، خیلی فخر میکنیم با شما هم صحبت شدن، خیلی منتظر شدم. باید علم دارم که گوش میکنیم هم مردکای کپا کلان شرم نمیکرده باشن، آنها خودشون فرزند نداشته باشن، این خیلی گفو میزنن، این خیلی کارها میزنن. مهاجر من چی حال دارد؟ از من کمی را گردونم یک دقیقه. خودت کامرا تا گردونده. من در مرز هستم، نگاه کنید، من در مرز هستم، در مرز اوکراین هستم. در مرز اوکراین ای روسیه دپورت کردن برآوردن، در روسیه دیگر راه نمیتن، در اوکراین قپیدن، در اوکراین راه نمیتن. که ما ای پشت همه خیلی سخنا ما را یگان که سری ما را نه محیدین کبیری وایران کرده، نه محمد اقبال وایران کرده. ما خودمون ای همین روشن فکریه، همین ما خودمون قبول کردیم، تصدیق کردیم. ان شاء الله قدم موندیم تا آخر قدممون میریم. من ای دین شب ساعتای 11 شب در همینجا منتظرم، در همینجا قبول نکردستن پالیتیک اوبشی من همینجا سپرده در اومدنیم. من ان شاء الله تا آخر رفتنیم، تا آخر میریم. همون مردایی که کپا کلان ایزو نمیکشن، فرزند ندارن که وایو میخزن ما را ای بجای دستگیری کردن، ای بجای پدر و مادر ما را دستگیری کردن، یاردم کردن که برای چی پدر و مادر ما باید جوابگو شوه پشت ما. من دستاتش سین سالم ارزنده است که من با عقل من خودم سمستایت قبول کنم گپ و کار. من در نمیسود است، من در اوکراین ام، در مرز اوکراین هستم. توجیک به یگان جا قدر ندارد. حالا ببین، من پیشترم گفتم که همین صحبت‌های ما رو همه میشنون گوش میکنن. اون مقامات تاجیکستان در فکر بهبودی شما نیستن.
من میترسم که در فکر آن میشن که الان شما را از همون مرز دستگیر نکنند و با یک مصیبت به سرتون انشاءالله بیارند. نمیکنن. آمدن اوکراینچا آمدن، اینها خیلی خوبتر، خیلی روسها ای روسوی دیده اینا با دلترن، با اشکارتر، این خیلی یک свобода камтар ҳаст. Омадам мана дӯстек аз айдаруни шаҳр омада ка мана омадам гуфтан ки қабул намекунем. Обратно бирвардам, ман документома ҳамаша дарондум, партофтума, паспортома дарондум, партофтума ка ман да ҳаминҷа истодагим. Ай саат дина соати 11 шаба ман да афтоб да кӯча истодагим. Ман то охира меистом, то нафаси охир ма қабул намекунан ака ман ҳаминҷа ҷон метиҳум не ки ман да ҳамин роҳи ҳақ ман ҳаминҷа мерам. Ман вай ботиле вай ман қотилия да онҷа дидан намехоҳам бародар. من نمیخوام که فرزندی من، فرزندی نازنین کلان شده در اوجا رنگ نخیر از کربچه آورده کشته در اوجا نیست کردن گپ زنن که وای خش 10 کورچه زده. چه با کدام عقل وای خش 10 کورچه میزنی؟ یک کورچه میزنی تمام. خودکشی باشه یک تا میزنی، 10 تا نمیزنی. ما در همین مبارزه ما قدم موندیم، انشالله تا آخر میریم. سلامت یک سوال پرسیدم که ما با کجا با تلفن من همین مرز اوکراین میتونم زنگ زنم با یگان جا دعوا کنم که اون کس با ایدرون اوکراین اونجا بیایم جودم. حالا من برادر اوکراین گشته استم اینجا تو начальникош اومدم من پرسو وارس کردم میگه که ما میدونیم، ما شما نشون دادم از نوار افتاده، ما میدونیم میگه اینها حق میگه. برادر عزیز، من میخواستم با شما همین بگم که شما حالا از اونه که در فکر مبارزه میشه در فکر امنیت و آزادیتون باشید و حالا نمیدونم چرا حجتهای خود را در آنجا پرت افتید. من از برادران مسئول، کسانی که حالا از مسئولین پیمان ملی ما رو شنیده ایستادن، خواهش میکنم که آدرس های این برادر را بگیرن و کمک حقوقی برسونن تا اینکه مشکلاتش حل شود و در تماس با بعضی برادران و مسئولین باشد. با شما برادر عزیز برای کار و موفقیت و خداوند از این مشکلات هر چیز زودتر شما را برهاند. خدا رو ما از خداوند تعالی با امید هستم، خداوند در نصیب من چیزی باشد هوا میشد. به هر صورت خودتان را احتیاط کنید. منم امیدوارم که دیگر مقامات تاجیکستان ملت تاجیک را این خیلی پراکنده نمیکنند و خودتون دوستان عزیز شنیدید اون برادرانی که از وقت بودن. حالا شما شاید فکر کنید که این مردم رو ما گمراه کردیم، ما دعوت کردیم. نه، ما 99% همین رو نمیشناسیم و اصلا اینا مراجعت میکنن با ما. من یک بار با شما هم صحبت شده هستم، با شما هم صحبت شده هستم. خب سلامت باشه برادر عزیز. حالا شما وارد مرز اوکراین شدید الکی نه؟ نه، من قاپیدگیان ایستادم، حالی رفتن گفتن شین صبر کن، حاضر میبینیم ممکنه اون پالیتیسکو بشه، صبر کن ایستو. نه که اون طرف روسیه نره و همین مباینتر طرف خودشون نزدیک اومده کنترل من آدمو رو گذاشته رفتن، همین نچلنیکوشون همینجا همش نگاه دارن. من همینجا قبلیزان اونجا نرو که توی فیسبوک روسیه نقپا. خب من روسیه پرودایوت همه پاتراخه میفروخته روسیه. من از برادر عزیز، حالا شما دیگر دنبال کاراتون باشه. من حالا حرفی مرا برادرایی که در اوکراین هستن میشنون. انشالله برادرایی که در اوکراین هستید من نام نمیگیرم، الکی شما خودتون فهمیدید. هر چیز زودتر به این برادر کمک کنید و پیدا کنید این برادر و با مقامات اوکراینی در تماس شوید، با سازمان‌هایی که کمک میرسونن و مشکلات این برادر حل میشود انشالله با لطف پروردگار، با کمک شما. و در پناه خدا باشید برادر عزیز، خودتون احتیاط کنید. خدا باشه. یگان جا همین کنه به شکل مانب که برادر شما رو پیدا کنم. رقم اوکراینسکی میتونم از یک رقم پروسه برمادن در کروز همجن من رقم اوکراین گرفتم. در یگان کانال پارتی در این جنیو در کانال برادر پارتی میگیرن. خدا نگهبانتون. خب دیگر برادران عزیز، من خواهش میکنم از کسانی که وارد نشدن دیگر وارد نشوند، چون در نوبت چند نفر دیگر هست. الکی خیلی وقت زیاد شد. بیاید 3-4 نفر دیگر کوتاه 2 دقیقه میگیریم، بعد با همین خداحافظی میکنیم. برادر تاجیک بفرمایید. سلام علیکم استاد، آواز من میاد؟ بله بله حرف بفرمایید. استاد خیلی که معلوم است چند وقت پیش اصابت‌های اموری که از روسیه آمدن، یعنی در یک سال 2020 قریب 68,000 شهروند تاجیکستان یعنی شهروندی روسیه را گرفت. یعنی در 5 سال اخیر با 200,000
آیا چخیلی که ما میدونیم همه ماجرا میدونن تاجیک نو با سازون که شهروند روسیه هست یا نه بگیریم بعد خدا رحمت کرامت شریف و فیضت امان و دیگرو بگیریم برای تاجیک بودنش خود قدر نداره. آیا همین خیلی روندش قبول شهروندی روسیه چی پیامد دارد برای ملت ما؟ یعنی در آینده چی میشه؟ این ضروریت هست نیست برای که شهروندای ما وطنای ما بسیار مبلغای کلان رو برای گرفتن پس شناسنامه روسیه صرف میکنن، ضروریت هست یا نه؟ همچو سیاستمدار همچو تاجیک شما چی فکر دارید؟ سلامت باشه برادر. واقعا این روندی کوچیدن تاجیک‌ها به خارج نه فقط برای سیاست به خاطر سیاست بلکه مردم دیگه برای زندگی کوچیده ایستادن و اونایی که میتونن به اروپا به امریکا اول کوشش میکنن که اروپا و امریکا بیان، اگر نتوانستن به روسیه و دیگر کشورها و بهترینای ملت رفته ایستادن، متخصصان، دکترا، معلم‌ها، عالم‌ها، نیروی کاری جوان رفته ایستاده است که در آخر در تاجیکستان همون چند تا چینوونیک و منصبدار میموند، پیر و کمپیر و این چاپلوسان و کسانی که طرفدار هستند دیگر اون شیره ملت متاسفانه به خارج کشیده ایستاده است. اما من چی میگویم در این باره؟ شهروندی روسیه متاسفانه تجربه نشان داد که کفالت پوره برای یک تاجیک بیدار و آگاه نمیدهد. اگر شما یک تاجیکی هستید که فقط کار میکنید و خپ و دم و اصلا از حقوق خود دفاع نمیکنید، شاید در روسیه هم بیاد شهروندی بگیرید یکم پرابلم نشود، یکم مشکل نشود. اما اگر یک تاجیک آگاه و بیدار هستید و میخواهید حق خود را حمایت کنید مثل عزت امان، کرامت شریف و ده ها نفر دیگر را ما شنیدم که از شهروندی محروم کردن، پس متاسفانه روسیه جای چنین تاجیک بیدار و خودشناس نیست و میتوانند یگان کشور دیگر رو انتخاب کنند. از همه بهتر است، من بارها گفتم که بیاید سرجم دست جمع با هم در یک گفتگوی ملی وطن ما رو آباد کنیم، وطن ما رو تنج کنیم که در آنجا جای کار پیدا کنیم، همه آزادی داشته باشیم، هیچ کس از تاجیکستان هجرت نکنه. من نظرم همچون یک سیاستمدار همین است. اما کسانی که علاقه جامدانهای خود را جمع کردند و حرکت کرده ایستادند دیگر برادر از دست من چیزی هم نمیاد. چیکار کنم دیگر؟ این را میگن فرار دست جمعی از بهشت. تاجیکستان ما واقعا یک بهشت است، اما بعضی ها برای خود بهشت ساختن، برای دیگران دوزخ کردن تاجیکستان را. مردم دیگر از بهشت دارن فرار میکنن متاسفانه. سلامت باشی برادر عزیز. خب یک نفر با نام یک سوال بفرمایید، خیلی کوتاه خواهش میکنم. سلام علیکم. سلامت باشید. استاد جان، سوال من همین بود که از نقطه نظر شما مقصد همین رحمانوف از دنیا گذرد، مثال خیلی قضای الهی است که میدوند که با گذاشتن مثال رحمانوف از سر قدرت رفتن رحمانوف پسر وی مقصد به سر قدرت آمده صاحب قدرت شده میتواند به مثل پدرش یا اینکه واهای مقصد انشاءالله که بیرونه یا اینکه ما مثال غریبا یگان چه صاحب شده میتوانیم همینجا یک چه در نفهمیدیم. همین سوالا میخواستم کمتر روشنی میانداختید انشاءالله. ببینید دوستی عزیز، من به این باور هستم که در تاجیکستان دیگر ملت اجازت نمیدهد که یک نفر مثل امام علی رحمان به این حد مالکیت مردم را، قدرت و ثروت را در دست خودش جمع کنند. نه پسرش میتواند نه کسی دیگر. چرا امام علی رحمان به این شکل شد؟ چون یک چند عامل تاثیر رساند. هم اپوزیسیا در اینجا کمکش کردیم، باید اعتراف کنیم، برای آنکه صلح شود و آرامی شود. هم جامعه جهانی و هم تمام این عامل ها باعث شد که چنین یک دیکتاتور در تاجیکستان با وجود بیاد. همچنانه که تمام عامل ها باعث شد که در بلاروس هم چنین یک دیکتاتور شد و در کشورهای دیگر. اما از این به بعد این ملت ها دیگر به هیچ کس اجازت نمیدهند، نه به رستم امام علی نه به یک کسی دیگر که مثل امام علی رحمان به یک دیکتاتور تبدیل شود که دیگر هیچ کس را اجازت زندگی و صحبت و فعالیت ندهد در داخل کشور. بنابراین همه شما مطمئن باشید و این را همه میدونن که الکی و حتی خود شاید رستم امام علی هم اگر که نیت جای پدر را گرفتن داشته باشد باید از حال خودش را آماده کند و بداند که ملت دیگر به هیچ کس
اجازت نخواهد داد و این کار تکرار شدنی نیست. والا باز خداوند خودش دانا است که چی میشود. سلامت باشه برادر. سلامت باشد. یک برادر دیگر با نام اندری زاتوف اگر باشد بفرمایید. زاتوف خب اون کس مثل که رفت پیدا شد. السلام علیکم. و علیکم سلام بفرمایید. برادر چه گفتنی بدم همین آدمی که حاضر همین مردکای کلانسولی که برآمد کردن به حد گپی سوز گفتم که در وقتی که مقصد همین پرزیدنت اومد در توجیکستان یگون چی نبود، یگون مردم نانی خوردن نداشتن. یک برنامه دیگر در گوش کردم، یک مردک دیگر گفت که تو پرزیدنت تو همین امامعلی اومدن خلق توجیک در یگون کس نمیشناخت. بعد همین امامعلی اومدن خلق توجیک هم شناخت. روی چی؟ روی که تمامی دولت دنیا قرضدار شدیم در 3 سال. همون مردک در یک برنامه دیگه گفت که بعد 3 سال که همین پرزیدنت اومد، بعد 3 سال خلق توجیک در تمام جهان شناختن. برای که در دوام 3 سال تمام جهان قرضدار شدیم. همین 3-4 ساله پیشترک در دولت قطر رفته بود فکر رفت آبی توزه پیشنهاد کرد که آبی توزه میفروشون. همونجا خندیدن، خلق خنده گیرید. در همین بعد همین پرزیدنت شدن در مهلت کوتاه تمام دنیا شناخت خلق توجیک. مثلا دلیل اینه که راست بود همون که توجیک هیچ که نمیشناخت. روی چی شناختن؟ روی که تمامی دولت قرضدار شدیم. و زیر قرض داریم. این قرض با تمامی نبیره و نواسای توجیک میرسه. من با فکرم که قرض تولید یک قرضش روسیه بود، گیس نورک دودگی، گیس روغون که عجبی نیست دودگی باشه، تمامی چیز چورای توجیکستان اونجا аренда دودگیه. سلامت باشه برادر. حالا این صحبت شما شرح و تفسیر زیادم نمیخواهد، واقعا درست گفتید، ولی یک چیز رو فراموش نکنیم که تا پاشخوری شوروی هیچ کسی درباره تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا گپ نمیزد. نه برای نه گپ میزدن. نه فقط در داخل شوروی میشناختن. بعد از پاشخوری دیگر حالا ما رو همچون تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان میشناسن، اما متاسفانه بیشتر به طرف بدی میشناسن. شما هم درست گفتید که وقتی از ما هم در اینجا میپرسن که درباره تاجیکستان، بعد میگن که پرزیدنت شما کی است؟ اما یک نفری که 30 سال شد پرزیدنت است و خانواده‌اش همش در سر قدرت است. میگیم بله. میگه شما چه ملتید که اجازه میدید؟ میگم خب دیگر همین خیلی کردن ملت رو چیکار کنیم؟ یعنی که تاجیکستان رو همچون طبیعت زیبا میشناسن، اما وقتی درباره حکومت گپ میرود همچون یک حکومت قشاق، طلبنده، دیکتاتور و همین میشناسد که متاسفانه همین است. بعد اون برادران میگن که وقتی که امامعلی رحمان پرزیدنت شد بانک ها در و تریزه نداشت. خب اون در و تریزه رو کی بود؟ در زمان شوروی که اون آدما خودشون زندگی میکردن، همه بانک ها در و تریزه داشت، راه ها بود. مگر تا امامعلی رحمان ملت تاجیک زندگی نمیکرد؟ 70 سال شوروی چیکار کردیم؟ اینقدر ساختمان ها بود، اینقدر راه ها ساخته شد، اینقدر کارها بود. یعنی همون آمدن در همون اولی حکومت همه را دزدیدن، در و تریزه را بردن. من چند وقت یک وقتای وکیل بودم، با ناحیه‌های منطقه کلاب سفر کردم، با ناحیه خاولینگ و بالجون اون طرف. بعد قصه میکردن خود اون مردم محلی، میگفتن که خب جنگ در ولایت ختلان بود، در قرغانتپه بود، در دوشنبه بود، در وحدت بود، در جگر جو، در منطقه کلاب اصلا
اپوزیسیا و مخالفین و حزب نهضت و اینا نبودن، همش همون فرانت خلقی بود، همون طرف بود. میگن که وقتی این تمام اون فرمه را بود، یک در خوالی یک فرمه کلان چارواداری بود، در دیگر امارات ها رو همه را دزدیدند و خراب کردند. بعد می نوشتن در گزارش‌ها که این در نتیجه جنگ شهروندی و در اپوزیسیا بود اینو. بعد خودشون با شوخی میکردن که آخر در همینجا هیچ کس نبود، یعنی خودمون کردیم، همینا خودمون غارت کردیم، دزدیدیم، بردیم، همون مسئولین مردم عادی نه، انا منصبدارا. بعد پیشا کردن گاو و بوز و چاروای فرمه را که در جنگ شهروندی همش نابود شد، در صورتی که تمام منصبدارا همون رو خودشون به دست خودشون نابود کردن. خب دوستی عزیز، با اجازه شما را نوبت رو به یک کسی دیگر میدیم. سلامت باشه برادر. باز ما خواهش کردیم که دوستان نوبت نگیرن، چون نمیخوایم هیچ کس ناامید شود و صحبت رو خاتمه دهیم. خواهش میکنیم که خیلی کوتاه بفرمایید برادر عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز چه شما؟ سلامت باشید، بفرمایید. ای باور که استاد عزیز همه اولش پروردگار مهربان وقتی که همه بالای بنده خداوند همه پادشاه ظالم آورد، همش به خواست خدا میشنه که پروردگار این پادشاه ظالم کی میبرده باشه ما نمیدونیم. ما همه وقت در همه انقلاب تیاریم. استاد عزیز همه طرف اروپا چه رفتن من در کار مونده شدیم همه حیات ظالمی. سلامت باشه برادر عزیز. خود اگر میخوای در تاجیکستان تغییرات شود طرف اروپا کجا میایی؟ ما برای میخوایم که اون طرف برگردیم رویم که در داخل کشور تغییرات شد. این یک مسئله دیگر، بیاید برادر عزیز همه چیز رو به دوش خداوند نگذاریم که اگر امام علی رحمان رو سر قدرت خداوند آورده باشد یا کسی را که زندانی شد رو هم پروردگار کرده باشد. نه، پروردگار در آیه کریم خیلی واضح و روشن میگوید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این حرف من نیست، این سوره قرآن مجید هست، آیات کریمه هست که پروردگار ملت رو تغییر نمیدهد مگر اینکه اون ملت خودش رو تغییر بدهد. اگر امام علی رحمان امروز 30 سال مردم را ظلم میکند، پس این نتیجه همون فعالیت های ما هست. اگر یک نفر پیروز میشد، یک ملت دیگر پیروز میشد، نتیجه فعالیت های خودش است. بنابراین همین ما را با استاد عزیز یا چه پرسیدنیم میخواهند پیش روی مبارزه را بگیرن که خیلی نیست. بفرما استاد عزیز یا چه پرسیدنیم. خب هر وقتی که در سر امت رسول الله عذاب می اومد، از رسول الله می پرسیدن که چی کار کنیم برای جهاد، برای آزادی اسلام ما چیکار کنیم. ما هم امیر از شما پرسیدنیم استاد عزیز. ما برای انقلاب اولش الله مهربان هزار پویز تیاریم که جان خود را قربانی کنیم که فرزندامون ما از همین دجال آزاد کنیم. ما چیکار کنیم؟ این ما در همین وطنیم استاد عزیز. برادر عزیز بیاد اول بگه که برای اصلاحات و تغییرات، چون که انقلاب آخرین مرحله است. اگر ما بتوانیم در تاجیکستان مشکلات ملت و دولت رو با راههای اصلاحات و تغییرات و همدیگر فهمی و با یک حرکت مردمی به انجام برسانیم، هیچ ضرورت برای انقلاب نیست. ولی اگر که ملت دیگر پیش راهش بسته شد و دیگر نتوانست با راههای مصالحت آمیز و آرامیش این کار انجام بدهد، دیگر پس مسئولیتش به دوش خود مقامات دولتی است و در اون صورت تنها انقلاب میموند. شما چیکار میتونید کرده برادر عزیز؟ یگانه راه این است که الان ارتباط خود را با نیروهای مبارز قوی‌تر کنید، مردم را بفهمانید و آمادگی خود را در داخل کشور دیدن بگیرید و همسایگان را، دوستان را یک کمتر بفهمانید که چشمشان روشن شود. اولین کار کرده میتوانید، مثلا حالا همین کرونا ویروس است، مردم، حالا یکی از دوستان گفت که مردم خودش داوطلبانه یعنی به اختیار خودش مرشیروف که میرود. مردم رو بفهمانید که همین کاری مجبوری نبوده است، حکومت هیچ چیز نمیگفته است. نروید خودتون رو در همون بلا گرفتار نکنید، زن و فرزند و خانواده خود را از این کسلی کرونا ویروس حفظ کنید. اگر این کار رو ملت کرده توانست برادر، یعنی مردم نرفت دیگر با مرشیروف که
و خود را حفظ کرد، این معنا را دارد که ملت ما بیدار شده است و آماده است برای تغییرات. اما اگر معذرت میخوام مثل گوسفند برند به دام اجل پیله کنند و این مردم باز رقص و بازی کرده رفت آمدن گیرد و ما بگیم که مردم را غم مردم را بخوریم، پس معلوم میشد که مردم هنوز تیار نیست. سلامت باشید برادری عزیز. رحمت الله. سلامت باشید. و اون برادری که گفت یک گپی مهم دارم، اگر چیزی تکراری دارد مگر یک بار دیگر. استاد رحمت که قبول کردید، نوار نمبر تلفن گفتید، من یکی خط شدم نوار گفتنیم. من برادری عزیز نمبر تلفن شما را نوشتم و کارمندان یاردمچی علاقه دادم. منتظر باشد با شما در تماس میشم. با دعا باشید. در امان خدا. خدا نگهبان باشید برادر. برای کار. خب برادر کلا بفرمایید. خیلی کوتاه برادر. سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. من می‌خواستم یک بار کاریخته چاق کنم، یا با سلامت باشه، خدا نگهبانتون باشه. من قرار دارم خستان شدم که تو برنامه دوام بده سه، خدا نگهبانت باشه. سلامت باشه. پیروزه. و برادران کلابی سلام ما را برسونید. خدا نگهبانتون. سلامت باشه. ما خدا نگهبان. خدا نگهبان. برادر عبدالرحمن بفرمایید. برادر عبدالرحمن بفرمایید. میکروفون تو خاموش است. خوب شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگ محترم محیدین کبیری، خوب هستید ان شاء الله؟ سلامت باشید. تشکر. الله نگهتون داره. برادر من کوتاه گپ زنم، وقت شما را نگیرم. ان شاء الله ما خوشحال هستیم از سخنان شما، از موقعهای شما. ان شاء الله ما همچو یک دودر، همچو یک برادر دربار شما هستیم. یک نوارتون دا که گوش کرده بودم درباره مقصد کسی که از طرف حکومت، کسی که از طرف خویشاوندان مقصد پرزیدنت جبر و جرم دیدگی، مالکیت گرفتگی دیگر و دیگر، در همین باره گفتنی بودم برادر که من مقصد از قرغن‌تپه هستم. آنچه هم خیلی مصیبت ده هستیم، حجتی میتونم پیشنهاد کرده اگر قبول داشته باشین. اینم با فایده اول اینکه ناموسی ما باید گپ زنیم و مقصد مرد نیستیم که ما همین چیزا نادیده گیریم که تحقیر شویم و مال وای کنن و دیگر ناموسا. آدم خاطر با فایده آینده دستکار دست جمعونه ده به طرفی نکنم. گفتم برادر حجتی مقصد کی چیکار کرده است، کدام ناحیه، کدام رئیس ناحیه، کدام اشخاصایی که نزدیک به دامادای پرزیدنت دیگر همین حجت ها من روان کنم. گفتم مسئولین شما در همین بخش کی است. مقصد شما گفتن که در دادگاه های بین المللی ما پیشنهاد میکنیم، آمادگی به خیلی ویا داریم. مقصد حجت ها کسی که جرم و دیدگی از دست رژیم، از دست حکومت بالای پرونده های حجت های قانونی فعالیت میکردگی ما برادر عزیز حجت سوق داد. مقصد خیش تواری پرزیدنت مرا گفته رئیس ناحیه زوری من نمیرسه، میگه من با دیگر توصیه داده است. گفتم آخه شما یک نماینده پرزیدنت در ناحیه، شما با یک کودک زورتون نرسه شما رو کماند بکنه، پس ما چیکار کنیم؟ میگه که سود دگه بزنم. گفتم برادر من شما رو میدونم، شما مرا من خدمت یورستم کردگی، کدام سود، کدام پروکرور، شما چی گفتید؟ من اگه کودک نباشم ایو سودی پروکرور شما دا گفتم بهتر از رادیو آزادی مقصد به داد مردم دیگر خیلی میرسه. ایو سودی پروکرور شما دا رادیو آزادی بهتره، یک اعلان میکنه و یک گپ میزنه مقصد در همین قضیه‌های مردم. همون دا برادر ما برو اومدیم دیگه جنجال شدیم، همه چیز پرت افتیم. حجت قطعی میتونم که پیشنهاد کنم. مقصد من چی است که 100 کس باشد با 101 کس شد بهتر از چه خاموش ایستادن ما. بله واقعا بهترین حرفا رو زدید برادر عزیز. کاش که ملت ما همه برادران ان خیلی آگاه و بیدار باشند. اگر ملت ان خیلی با زبان حقوقی با فکت و رقم گپ زنه، دیگر نیاز نه به انقلاب است، نه به جنگ و جنجال است. از طریق قانون‌های بین المللی مسئله امام علی رحمان و حکومت دزدش حل کرده می شود و همون پرونده که حالا آماده شده ایستاده است، البته بیشتر برای جنایت‌های ضد بشری هست، ولی این جنایت‌های ضد مالکیت مردم، ضد افراد شهروندان هم میتواند خیلی کمک کند و
حالا برادران مسئول حتما این صحبت‌های ما را شنیده ایستادن و حالا یک راهی پیوستن پیدا کنید که اون فکت و رقم‌ها در اختیار برادران قرار بگیرد و شما کاملا درست گفتید در داخل تاجیکستان عدالت را طلب کردن و جستجو کردن معنی ندارد. حالا ببینیم که همون پروکورور و همون سودیه ها با این خانواده پرزیدنت که وزیر تندرستی را زدن معیب کردن چی کار میکنن؟ آیا زورشون میرسد؟ وزیر را زدن چی رسد به شما یک شهروند عادی که حالا مالکیت رو میگیرن و اون رئیس ناحیه هم گفته است از دست من هیچی نمیاد دیگر. کاملا درست گفتید. بله برادر، همین خیل حالت ها در گرفتار مردم بسیار مقصد برادر بزرگ مقصد محترم محیدین کبیری، من بسیار چیزا را میدونم طرف حقوقی شخصیت چقدر حاکمیت چقدر سودای ناحیه چقدر در نسبت مردم تحقیر میکنن پسند نمیکنن، حتی معیوب از دهن در کابینت مقصد قبولگاه رئیس ناحیه پیش کردگی. ما همون چیزا را دیده برادر عزیز خسته شدیم بالاخره. نمیخوایم که ملت میخواهیم سرجم باشد، حقوق خود انسان مقصد که یک درجه داشته باشد که همین دولتداری با ملت مقصد که زیبنده است یا ملت با دولت به یک دیگر چیز زندگی است یا اینکه یک اویله 10 اویله خره و دیگرو غلام باشن. خسته شدگی مکا. ما انشالله که دعا کنیم با بدایم درباره همه مبارزین هستیم، درباره ملت هستیم، میخواهیم که برادرای ما بالاخره یک وجدان ناموس خودشون بیدار کنن و یک قیام مردمی کنن. آخه چی روز از زندگی چی زندگی از در بدری برادر جان. همون خاطر اگر ما خوشحال میشیدیم که شما همین وای ما رو میپذیرفتین، ما یکم راهی میافتم که حجت پیشنهاد میکردم بگذار فهمم بگذار دونن. ما تهمت نمیکنم برادر بزرگ، من تهمت نمیکنم، من حق یگان کس خوردن در وای ندارم، عدالت هست گپ میزنم، حق خدمت طلب میکنم. ولی بعضیش میگه که خونه اوجا فشار اینجا فشار، خیلی بگذار حقوق ندارن نه که امروزو کرده سیانه که چیکار کنیم؟ خب ششتن قطعی هم از جمله انسانگری هم نیسته. سلامت باشه برادر عزیز، در تماس باشید با در برنامه بعدی حتما یک راهشو پیدا میکنیم که این معلومات رو بگیریم. خدمت صفی شما برین هموطنان زیاد بگردونید. خدا نگهدار. ان شاء الله الله نگهبان شما هم باشه. سلامت. خب آخران برادر عمر بفرمایید بعد جمع بست کنیم. برادر عمر. خب مثل که برادر نیستن در خط یا اگر مشکلی تکنیکی دارن. خب دوستان عزیز، با همین دیگر برنامه امروزه ما هم به انجام رسید. یعنی 3 ساعت دوام کرد، اگرچه من گفتم شاید از 2 ساعت بیشتر نشود، ولی موضوع خیلی مهم بود درباره کرونا ویروس و اون مشکلاتی که مردم دارن. این چنین سوال‌های زیادی از مردم وارد شد در موضوعات گوناگون و شما خودتون هم شاهد بودید که از بار اول نیست البته، ولی از داخل کشور هم طرفداران حکومت هم وارد شدند و حالا دیگه قضاوت به خود مردم است، ملت است. من زیاد نمیخواستم وارد بحثا شوم، اما باز هم با تکرار همون اتهامات قبلی که شما چی کردید و شما در خارج هستید و فتنه میاندازید اینها دیگر بالاخره باید با آنها کم کم جواب گفت، ولی امیدوارم که مردم خودش قضاوت درست خواهد کرد. در صحبت‌های بعدی هم همین خواهد بود. البته باید تلاش کنیم که موضوعی صحبت کنیم، از موضوع اساسی دور نرویم، ولی بازم ملت هر گفتنی داشته باشد ما در خدمت مردم و ملت هستیم. خداوند تا صحبت‌های دیگر شما را در پناه خود نگهبان باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.